خب بیننده عزیز و گرامی، امیدوارم که انشاءالله صدا و صورت به شکل خوب هست و به خاطر اینکه مشکلات در رفتی برنامه مبادای به وجود نآید مانند برنامه سابق گذشته ما که خلل تکنیکی بود. امیدوارم که انشاءالله در آغاز این مشکلات را ببینیم تا در رفتی برنامه دیگر با مشکل مواجه نگردیم و شروع کنیم انشاءالله با برنامه که خواهد سرش میکنیم. گذاشتن لایکاتون تدفیست به شبکه های اصلاح انگلیش و اصلاح لایف و فعلا در یوتیوب نام در فیسبوک هم بدون با کدام شکل نرفته است. امیدوارم که انشاءالله نزدیک کنم فیسبوک. خب بله، در فیسبوک هم رفت، ولی در خود کانال اصلاح تیوی باید درستش کنند تا اینکه آشکارا دیده شود. خیلی خوب. بله، خب بیننده عزیز و گرامی، دقت تو در صدا و صورت به کدام شکل است تا اینکه نویسید. فعلا آنانی که خاصتا مدیراتور و برادران و خواهرانی که در هر منطقه هستید نویسید تا وضعیت و شکل برنامه را معین کنیم و فهمیم که به کدام شکل هست. فعلا در چندین گروه فیسبوکی هم برنامه منبر پخش مستقیم رفته ایستاده است. امیدواریم هیچ خللی در برنامه انشاءالله دیگر وجود ندارد. بله، و الحمدلله که صدا و صورت در بسیاری از مناطق با یک شکل هست. هیچ مشکلی در صدا و صورت وجود ندارد. یک مشکلاتی تکنیکی در خود اصلاح نت در عموم برای بعضی از کشورها مشکل بود. الحمدلله اونم دیروز تقریبا که الحمدلله حل شد و دیگر مشکلات جدی در پخش های، یعنی که آنچه که نشر می شود از اصلاح دیگر دیده نمی شود. خوب، خیلی خوب. بله، خوب، الحمدلله. خوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، خدا را شکر میگویم که با ضمن همه آن موانع و مشکلاتی که به خاطر صحبت نکردن ما میخواهند پیش راهی مبارزه را بگیرند با هر راه و اسلوبی که این سردمداران رژیم ظالم و منحوس رحمانوف تا امروز
بر علیه ما کار کردند، ولی الحمدلله و ثم الحمدلله به حول و اراده الهی و به آن کمک و مرحمت الهی است که ما تا به حال در مبارزه در خطوط مقدمه که در مقابل این رژیم قرار داریم الحمدلله استقامت داریم و این استقامت ما تنها و تنها به خاطر آزادی این ملت، به خاطر رساندن حق و تمام شهروندان کشور است که خداوند ما و شما را برای این مسئله گماشته است و استخدام نموده است تا اینکه ابلاغ رسالتی که باید انجام دهیم الحمدلله انجام داده ایستاده‌ایم. برنامه‌ای که امروز می‌خواهیم نسبت آن معلومات هایی که البته همه ما و شما در قضایای عمومی وضعیت و حالتی که در دنیا می‌گذرد و خاصتا وضعیت و حالت و مشکلاتی که در روسیه این روزها قرار دارد یکی شما و ما و تمام ملت و مردم چه در داخل تاجیکستان و چه در روسیه از وضعیتی به عمل آمده در داخل روسیه آگاهی کامل دارید و دیگر نیاز به شرح کردن و فهماندن و چه مشکلات در روسیه هست، منظور از نبودن بنزین، از صفای یعنی اوچردی زیاد در زاپرافکه ها و برای هر یک ماشین 20 لیتر بنزین دادن، دیگر مشکلاتی یعنی هواپیماها را میبینید که کنسل شدن یا اینکه منحل شدن ریس های داخلی و ریس هایی که به دولت های مشترک المنافع حتی پرواز میکند از روسیه که تمامی شما البته آگاهی دارید از این که این خودش دلالت از آن میکند که وضعیت حتی از سال 2022 23 24 به مراتب بیشتر و از 25 هم در نهایت یعنی میانه سال 2026 دیده ایستادیم که وضعیت روسیه رو به وخامت جدیتر آورده ایستاده است و این خودش دلالت از ناکامی یعنی شخصی که میخواهد یک دولت دیگر را غصب کند با هر بهانه و با هر فکر و با هر یعنی که اندیشه هایی که دارد از یعنی یک دولتی که گویا خیلی ابرقدرت است و لشکر دوم جهان حساب می شود و نیروی یعنی نظامی دوم جهان در اختیارش است و تقریبا میدونیم که 17 میلیون کیلومتر یعنی خاک روسیه هست و اگر امریکا و چین یک جا بگذاریم می شود تنها روسیه، ولی بازم انا همون چشمی فرزند آدم پر نمیکند یا سیر نمیکند مگر خاک گور که بازم میخواهد کشورکشایی کند و بازم میخواهند یعنی کشورهای دیگر زیر تصرف خودشان درآورند، در حالی که 17 میلیون کیلومتر بزرگترین فروش نفت، بزرگترین فروشنده گاز، بزرگترین فروشنده های استحصالات همچون چوب یا اینکه تخته از لس، از سنگ های قیمت بها، از چقدر ریسورس های زیر زمینی دارند و چقدر معادن زیر زمینی که بتوانست روسیه را به یکی از کشورهای بازم ابرقدرت دنیا از نگاه اقتصادی تامین کند، تجارتش آزاد، تسلیحاتش به همون شکل، لااقل با کسی جنگ نکرده بود که بدونن که یعنی که بعد از سال 1989 90 دیگر روسیه وضعیت نظامیش به کدام درجه به زیر صفر رفته است رسیده است، اینش نمیتونستن فهمیده. همه ها ما گفتن که ویلیکی держава، ولی اومد در پیش 4 تا اوکراینی بازونو زد. البته منظور ما 4 تا اوکراینی گفتن نیست که فقط تنها اوکراین جنگ دارد، تمام کشورهایی که همسایه یعنی که اوکراین هستند و نمیخواهند که جنگ به کشور اونها سرایت کند کمک میکنن اوکراین تا اینکه همین بی جنگد. اگر جنگ کردی اکنون خیلی مردمت مرد، اکنون بگذار که کارا به یک شکل به پایان برسانید تا اینکه یعنی که جنگ به کشورهای ما سرایت یا اینکه نگذرد. پس این فهمیده می شود که مبارزه کردن یا اینکه مهاجم اگر اون هر نفری که باشد، هر کشوری که باشد و هر وضعیت و حالتی که داشته باشد میتواند که با یعنی که زیان او تمام شود. اگر چنده که اکوپاسیا یا اینکه یعنی استیلا چنانه که همیشه تاریخ نگاران چاپلوس ما
در استیلای عرب کار میبرند که گویا عرب آمد مناطق آسیای مرکزی را استیلا کرد، ولی کلمه استیلا را در روس ها استفاده نمیبرند. روسیه آمد یعنی که مناطق آسیای مرکزی را استیلا کرد. کدام تاریخ نگار تاجیک نوشته است که استیلای روس ها؟ گویا که روس ها ما را آمدن آزاد کردن. از چی آزاد میکردن نمیدونیم، از خودمون آزاد میکردن. ولی استیلا را تنها در عرب و در مسلمان استفاده میبرند، گویا اینکه استیلاگر تنها مسلمان عرب است، ولی وقتی که روس شد او استیلاگر نمیشود یا اشغالگر نمیشه حالا اقل. ولی هر اشغالگر بینیش به زمین شکیده می شود، بگذار که اون هر کسی باشد، بگذار که اون هر قدرتی داشته باشد، بدون استثنا کدام کشور است. یعنی استیلاگران زیاد را در همین سال یعنی عصر 21 هم شاهدیم که بعد از مدت 20 سال در کشورهای قرار داشتن دوباره عقب نشینی کردند و رفتند. چرا؟ چون که امکان ندارد که پس از دزدیدن ذخیره های زیرزمینی اون کشورها پس از قناوت هایی که به دست آوردن بالاخره باید اون کشور را ترک کنند. و این هم نمایانگر همین است که یعنی هیچ استیلاگر امکانی یعنی قدرت دائمی و بودن دائمی در هیچ کشوری را ندارد. ولی واقعا باید تاریخ نگار تاجیک هم در قضیه استیلاگرها مردانه باشند، چنانه که عرب استیلاگر میگن، روس هم استیلاگر بدونند، چنانه که اوکراینی ها یعنی که اوکراینی ها روس را استیلاگر، اشغالگر، اکوپانتی مینامند، ولی تاجیک تا به حال یعنی که میترسد اکوپانت نام نمیبرند یا استیلاگر نام نمیبرند، در حالی که ما بدون سلاح شهروند تاجیکستان در روسیه قرار دارد، کار میکند، توالت‌های روسا را میشوند، لیس میبرند، تاکسی میکشند، اوبر کار میکنند، راه میروبند، برف تازه میکنند، بالای خانه های اونها را تازه میکنند، آزمین‌ترین کارها را انجام میدهند، بازم چورکه و جمع شدند. در خاک خودشون چشم دیدن ندارند غلامای تاجیکه. همین تاجیکه که در روسیه به مانند غلام، به مانند یک کالای بی ارزش یعنی که برای روس ها خدمت میکند، ولی باز هم روس ها چشم دیدن ملت و مردم ما، نه فقط ما، ازبک ها، قرقیز ها، همه یعنی که شهروندان کشورهای آسیای مرکزی را با یک چشم حقارت و پس نگاه میکنند که اینا تمامی ما و شما میدونیم و آگاهیم. هر روز ها نوارهای بدبینانه یعنی که انا همون روسکای افشینه و حتی کمپیر موسفید روس که میدونند از جنگ های گذشته و اقلا بابا و کمپیر کو بابا و پدرش نقل کرده است که خدمت مردمان آسیای مرکزی به خاطر یعنی که در جنگ دوم جهانی اشتراک کردن، چون که جنگ بزرگی وطنیش مینامند، یک نام کاملا یعنی که بدون برچسب، جنگ دوم جهانی که یعنی در مقابل یعنی میس 100 تا روس مردگی، 100 تا یعنی مردمان آسیای مرکزی مردگی و با جسد مهم که توانستند که پیشی یعنی استیلاگری گیتلر را بگیرند، ولی همون مرحله ها را دیدند و گذشتند. باز هم آمد نبره های همونانی که یعنی که در کمک روس ها بودند باز شدند چورکه و جمع شد و به همین وضعیت و حتی میخواهند که دیگر مردمان آسیای مرکزی که چقدر یعنی تعایش یا زندگی یک جایه با یعنی که روس ها داشتند و داشتیم، بازم از ما صرف نظر میکنن، چون که یک مرد با یک زنی بیچاره 20 سال یا 30 سال زندگی میکنه، بعد وقتی که کم ترک پیر میشه میگه دیگه من دیگه ترا نمیخوام، من میخوام یک زن دیگه بگیرم. من این روس ها هم یعنی که ملت های آسیای مرکزی را همانند این یعنی که یک زن های پیره که دیگر ما شما را نمیخواهیم، ما میخواهیم که یک یعنی که افراد دیگر را با استفاده بریم، یعنی که به همین شکل میخوان که ما را عوض کنن، یعنی ما را به مانند یک نمیدونم رفاله استفاده شده استفاده کردند و میخوان دیگر باز بگذارند در استفاده یا سوء استفاده اقوام و مردمان دیگر، حتی از افریقا یعنی که ما را میخوان به افریقایی ها عوض کنند، حتی ما را میخوان به هندوها عوض کنند، حتی میخوان ما را به کوریایی ها عوض کنند. یعنی اینا دلالت بر آن میکند که دیگر یعنی ما فهمیدیم که اونها کی هستند و امکانی یعنی ضربه های مهلک از طرف افرادی که یعنی که زندگانی سالها و سالیانی عصرها با روس ها داشتیم، تینت یعنی که رفتار مناسبت اونها را خوب میدونیم و همون خاطر باید با یک مردم دیگر را استفاده برند، ولی اونهایی که میآیند یعنی اینتگراسیا با روس ها گذشتگی نیستند،
نه زبانش میدونن روسا، نه فرهنگش میدونن. در بالای تریلبوس یعنی که در برفی بریده است، هندی را میبینی خیال که از هندوستان در بالای تریلبوس شده اومده است، یا یعنی که کارهای میکنن که کاملا از فرهنگی یعنی که ایندیماژ یا این که همون اینتگراسیون روسی گذشتگی نیستن. ولی بعضی همین هم ما را نمیخواهند ببینن. همون هندویی که در بالای تریلبوس میشینه، فن تعایش و زندگی کردن، اینتگراسیون یعنی ایندیماژی که با روس ها باید باشد، همون ندارن. ولی همونها را بر ما ترجیح میتین. کوریایی که یعنی که کیم چین این با کدام وضعیت، کیم چین ایر با کدام وضعیت آورده شو، همونها را همچون آورده شکمسیری کارشون فرمیده ایستن، یا بنگلادشی ها را، یا اینکه سوری و دیگر مردمان دیگر عرب آورده یمنی را در جنگ اوکراین روان کرده ایستن. حتی با آوردن همونها را هم فریبشون کرده ایستن. یک زن از روسیه $5000 برای هر یک نفری که جنگنده از یمن از سوریه میآید به روسیه پاسپورت براش داده میشوند، با مرگ روانش میتن. یا ورق هم میتینش، قسم یاد میکنه $5000 میتین برای همون آدمی که میآید برای جنگ کانترکت، و 3000 همون زنکی که آوردگی میگه من میگیرم تریا جای دروی میکنم که نمیکشند. او بیچاره عرب میگه خیر که نکشنم من 3000 بگی 3000 میتیش، و میگه $300 تو باید من بوتی میدونی، و میگه $300 میتیه، $1700 در دستش میتین، و $1700 هم میبرن میکشنش، بعد یو با هم $1700 هم میزنن میگیرن. یعنی مردم از چومارید کردگیان در جنگ‌ها استفاده برده ایستن. بدترین وضعیت برای مردمانی نه تنها آسیای مرکزی، حتی اونانی که تازه میخواهند یعنی که با روس‌ها یک جا باشن، یعنی یا اینکه یگان کانترکت‌های نظامی کنن، حتی صرف نظر از اونها هم کرده اونها را یعنی با هر راه در جنگی که با منفعت یک نفر است، نه منفعت مردم روس هست، با منفعت یک نفر شب خو رفته است، خو دیده است که ما باید بگیرم اوکراین را، با همون خاطر مردم در یک وضعیت بد گرفتار کرده است. یعنی اگر حالا پوتین میدونست که در مدت 3 روز من اوکراین میگیرم، فندش کردن، فریبش کردن، داخلش کردن، بعد از اون سلاحایی که میخواستن یعنی که استفاده شو برن کشورهای دیگر دنیا یعنی استفاده بردن بر ضد روس ها، و چقدر سربازان روس کشتن، چقدر مشکلات یعنی که بالای تمامی مردم روسیه آوردن. البته این مردم روسیه را مشکلات آوردن این است که اوکراین سو آورده باشنشون، یعنی خودشون در همین وضعیت قرار دادن که یعنی که پرزیدنت روسیه قرارشون داد و وضعیت مردم با کلی به یک وضعیت زیر صفر برده است قرار داده است، و چندین میلیارد پول از بانکمات ها مردم کشیدن گرفتن، دیگر اعتماد به بانک هاش ندارن و دیگر با کارت پول لاتید کردن نمی شود. برای چی؟ به خاطر اینکه پرداختی یعنی که غیر نقدی در کارت ها پول نیست، یعنی وضعیتی یعنی که گردشی غیر نقدی به یک وضعیتی بد گرفتار است. البته بچه‌ای که در روسیه هستید نیاز به شرح ندارید، خودتون این وضعیت خوب میبینید. بچه‌ای که هستن میگه دشوتی من 1.5 میلیون بود 300,000ش نیست، میگن که نخواد کدینگیه کراچی بعد وقتی که ما پول داشتیم 300,000 تر برمیگردونیم، اگر تو در روز 5,000 یا 10,000 مصرف کردنی باشی یعنی که طلب میکنی ما برای تو دادن میگیریم، همون 300,000 هازی تو همین پری بدگیت هم استفاده بر که با همیش هم نزنیم نگیریم. یقینت یعنی که با کدوم وضعیت مردم آوردن گرفتار کردن یعنی که از همین جنگ به این وضعیت. و با شرم نکرده یعنی که یک اینترویوی بزرگی پوتین که کلان پوتین چانس یعنی که تقریبا 1 ساعت یعنی که ادامه پیدا کرد، تماشاش کردیم 48 دقیقه، دیدید که چگونه صحبت میکند در سوال جوابی که با اون ژورنالیست از اون سوال میکند بسیاری از مسائل ها را که از یعنی که حتی در منطقه های جنگی بعضی از حالت ها را دروغ جواب میگه. چرا؟ چون که اون کماندیرهایی که در جنگ قرار دارند و معلوماتی بر دروغ براش میتین و اون هم توسط معلومات بر دروغ هم خودش شرمنده میکنه، هم نمیدونه که در کشور چی وضعیت است. یعنی وضعیت های بدون بنزین و بدون اینها را بازم شرم نکرده میگه که ما وضعیت درست میکنیم و کار یعنی که به شکل میکنیم که دیگر همون کار دوام کنه، در حالی که همون زپاس هایی که برای حالت های این یعنی که اضطراری آماده کردگی بدن، پنهان کردگی بدن، یعنی که اونها را استفاده بردگیان در همون یعنی که زپاس هایی که برای حالت های اضطراری اون هم برای ارمیه باید استفاده برده شود، همونها را هم استفاده بردگیان. یعنی وضعیت به یک حالت بسیار وخیم. حتی ما یعنی که چقدر
بلاگرها را میبینیم که روس ها گپ میزنن، حتی دعوت دارن کشورهای دیگر که بیای وارد شد با روسیه، ما را دست پوتین خلاص کنه. باز همون تانکا و بتری که ما داریم بنزین ندارن، سامالیات و آویاکرسی ندارن. نگاه کنید ضربه های مهلک چگونه میزنن. یعنی روسیه تا چی درجه را یعنی که پرکتیکای جنگی ناکام دارد که رفته است زاپرافکای اوکراین را زده است. یعنی در همین چند شب اخیر که اوکراین یا اینکه یعنی که زلنسکی جنگ 40 روزه بر علیه روسیه اعلام کرد، هجوم در داخل تیل در داخل روسیه انجام دادن. اول پیشنهادی صلح کرد، مسخرهش گرفتن، خندیدنش. ما میبینیم یعنی که پسند نکرد، گویا که فکر کرد که همون شکلی که جنگ سال 2022 23 24 25 دوام کرد، این سالش هم همون خیلی است، هم طریق گپ است. اول یعنی که صلح اعلام کرد، یعنی که ما باید که بشینیم صحبت کنیم، بیاید هر کشوری که میخواد هم کار انجام شود، ولی اونا با پیشخند گرفتند. یعنی که در آلتای هم در پیشخندش گرفت، در سنت پترزبورگ هم با پیشخندش گرفت، پیسکوف هم برآمد کرد به همون شکل، اوشاکوف هم برآمد کرد به شکل به همین. یعنی که اول با پیشخند گرفت و این هم کارهای دیپلماتی میگن. اینا که در کاربردی یعنی که دیپلماتی اول پیشنهاد با صلح و اول پیشنهاد با گفت و شنید می شود. وقتی که اون پیشنهاد دیده نشد و قبول کرده نشد، بعد از اون ضربه های مهلک وارد کرده می شود که داخل مسکو ضربه ها را زدن و دیدید که انپیزی های یعنی نه اینکه زاپرافکا ها بلکه همون زواد های استحصال کننده یعنی که مثلا فولوده های نفتی یا اینکه همون بنزین سالارکایی که باید استحصال کنند چی است همونا یعنی که زدند که کاملا دیگر چی از تاتارستان و چی از یعنی که منطقه های دیگر روسیه که هر روز ها دیده ایستیم، یعنی وضعیت به یک شکل بی‌ضبط، به یک شکلیتی واقعا هم وخیم دولت روسیه را گرفتار کردگی هستند که دیگر جمع جور کردن این مسئله برای یعنی که ماهیان طولانی غیر قابل قبول و غیر تصور است. وقتی که مهمترین کشورهایی که در لب بحر قرار دارند، اونها محصولات اساسیشون توسط بحر می آید و خیلی ارزان هم هست. یکی از مشکلات اساسی دولت ما تاجیکستان همین است که با بحر یعنی که هم سرحد نیستیم و بحر نداریم و نداشتنی بحر یعنی که راههای پیاپاییز و راههای ماشین برای ما باید که حتما کشاده باشند تا اینکه تمام محصولاتی که از خارج و داخل کشور وارد کرده می شود یا با راههای هوایی یعنی که اونها کشاده باشند تا اینکه بتونیم تمام محصولات مورد نیاز مردم توسط راه زمینی و راههای هوایی که البته گران هست وارد شود. ولی روسیه راههای بحری دارد، ولی راههای بحریش مسدود هست چون که تحریم اقتصادی هست. این یک مسئله و دیگر در یک حالت قرار دارد که نمیداند که چگونه این کارها را انجام بدهد. و چین که خودش نیاز به بنزین دارد، نیاز به یعنی که امکان نداره که را بدهد. روسیه خودش یک کشور استحصال کننده نفت در دنیا هست و چقدر پس از همین جنگ اوکراین اگر دقت داده باشید یعنی که پول واحدی روبل روسی یعنی که جهش کرد و قدرش بالا پیدا کرد در همین جنگی که یعنی که تنگه هرمز وقتی که بستن، یعنی که پول روبل روسی اگر چندی هم جنگ میکرد یعنی که حالت مسدود بودن راه تنگه هرمز خیلی برای روسیه را قدر پولش بالا کرده بود. اگر چندی که باز یک دو روز شد یک کم صنعی یعنی که روبل روسی را پایان آوردن، ولی در اصل از همون مستنقعی که هست روسیه بیرون نبرآمده است. و با این روزهای نزدیک و با این هفته و ماههای نزدیک هم اگر هر چیز زپسی که میتونن برآورده جاهای اون یعنی که انپیزی ها و اون زوادهای فولوده های نفتی استحصال کننده را نمیتوانند که برقرار کنند و این کارها را انجام بدهند. و یکی از نقطه های مهم صحبت پوتین اگر دقت داده باشید میگه که زدن های درون ها و انپیزی ها را علاوه دادن اینا را ما دوباره برقرار میکنیم و اینا یعنی که مهلت یک ماه دو ماه در بر میگیرد و اینها دیگر یعنی که کارشون انجام میتونیم داده چون ما دولتیم و دولت در این مسئله ضربه های میخوره و دوباره اونا برقرار میکنه. ولی ما یکی از مشکل ترین وضعیت و حالت هایی که قرار داریم این بلاگرهای رو اوکراینی و مسئله اینفرماسیایی که ذهنی شهروند روسیه را بی‌ضبط میکند، انا همونها هستند که ضربه های
یعنی که فکری اونها را ما نمیتونیم دیگر مردم برقرار کرده. چرا؟ چون ما در انزوا مردم قرار داده نمیتونیم. اینترنت هم میبندیم، یوتیوب اونها کار میکنن که با وی پی ان ها وارد میشوند و معلومات ها را از سایت هایی که درباره روسیه صحبت میشود از اونها میگیرند. ما مکس ساختیم یا اینکه کوشش کردیم یوتیوب روسی درست کنیم تا اینکه معلومات داخلی را و بعضی چیزا نمیخواهیم اونها را یعنی که از اونجا بگیریم تا اینکه ذهنی بیننده روسی با همون چیز داخلی خودمون بند باشه و چیزی ما میخواهیم بکنیم. ولی یوتیوب و اون شبکه های تیک تاک اینستاگرام که از کشورهای بیرون یعنی که در مورد روسیه صحبت میکنن، یعنی منظور واقعیت هم میگن. مثلا امپیزی را زدن، شبکه های روسی نمیگه که فلان امپیزی را زدن وضعیت فلان است. وقتی یوتیوب مثلا نشر میکند که در منطقه های فلان 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 انا بنزین نیست، مردم در اچرتن، در فلان وضعیتن، اینا کانال های داخلی خبر نمیکنن ولی کانال های خارجی یعنی که اینا معلومات میتین. مثلا اوکراینسو در مورد زده شدن فلان انپیزی، یعنی صدها کانال است که از نخته گرفته و تو یعنی که کانال های دیگری است که هر دقیقه یعنی که خبرهای هر روزه هر ساعته روسیه را نشر میکنند. یعنی ضربه اینها را پوتین از ضربه های درونی و از راکت هایی که بالای روسیه میزنند نسبت همون پهپادهای اوکراینی که هر روزه میزند، ضربه های اطلاعاتی را سخت‌تر و وزمین‌تر از اون راکت ها و از اون ضررهای اقتصادی که با روسیه وارد می شود. خوب دقت کنید بیننده گرامی، این گپی من نیست. اول این گپ نتانیاهو در مورد همون اینستاگرام و تیک تاک وقتی که گفته بود، من گفته بودم تون که ضربه هایی که میزنن آدمایی که میکشن اون یک جاست، ولی کاری که اینستاگرام یا تیک تاک میکند یگان راکت یگان چیز کردن نمیتوند. انا به همون خاطر میگم که اطلاعاتی، جنگ های اطلاعاتی و معلومات دادن برای مردم از راکت های میزدگی و از درون ها تاثیرش بیشتر و بیشتر است. یعنی این سخن پوتین است. یعنی اون ضربه های درونی را میشود یعنی که درست کرده و اون راکت های زدگی، خانه های ایبن رفتگی و مثلا این چیزها را اگر چندی آدم از زنده کرده نشود دوباره برقرار میشود. ولی اون که ذهن مردم یعنی که واقعیت هم میگن فلان جا زده شد 7 کیلومتر از کرمل فلان جا انا پوتین تری کرد، انا ایجاش تری کرد، انا ای دروغش، انا ایرا ای تیوی سوفلور تو پوتین خونده است، انا ای از ایجاز ده همون برنامه گپ زده است از مشکلات همین یعنی که هجمات اطلاعاتی. ولی همون صحبتش صدها یعنی که تله کانال ها یا اینکه بلاگرهای اوکراینی و بلاگرهای روس که در خارج از روسیه قرار دارن تحلیل همه جانبه هر یک کلمه پوتین تحلیل کردن، با هر شکل و با هر گونه بیان کردن که این دلالت از آن میکند که ابرقدرت ترین کشورهای دنیا از جنگ های اطلاعاتی و معلوماتی درست سخت در هراسند. انا همین است که وقتی که برادرانی که میگن که با گپ زدن نمیشود، اگر با گپ زدن نمیشد، اگر گپ زدن ضرر میداشت، پوتین که پرزیدنت روسیه 17 میلیون کیلومتر زیر تصرفش ارمیا داره، این قدر یعنی که کشور ابرقدرت خودش میدونه، از انا همون ضربه های درون و جنگی و سلدت مردنش قدی ضربه های برنامه های اطلاعاتی نمیداد. چرا؟ چون برنامه های اطلاعاتی ذهن مردم آماده میکنه، مردم برای تمام حالت آماده کردنش یعنی ممکن است. این گپ یا پوتین نگفت، این گپ پوتین گفت، این گپ نتانیاهو گفت. یعنی اینا دلالت کننده بر چی هستند؟ که نبردهای اطلاعاتی منفعت‌های برای عمومی مردم و بر ضرر دیکتاتورها همیشه تمام شده است. این یک قضیه یعنی که عادی نیست. اگر مردم میفهمیدگی باشند و بفهمند، پس باید با همون معلومات هایی که دقیق ما چی میگیم، هر چیزی که از من گفته ایستم در مورد روسیه برای تاجیکا کجاش دروغ است؟ آیا من یگان گپ گفتم که یعنی که بیرون از چارچوبه معلومات ها و خبرها و اون یعنی معلومات هایی که برای ما از بخش های گوناگونی که هر روز هم مشاهده داریم و یعنی که حرکت بخشی جمع کردن معلومات ها از هر رسانه ها، چی در مورد اون چیزی که در مورد ما صحبت می رود، چی میگه، یعنی که انالیزیون سنتر یا که مرکزهای تحلیلی که یعنی که وضعیت عمومی را چی در منطقه یا که چی در یعنی که جهان یعنی که برای ما تحلیل میکنن و خلاصه و نبضه همون معلومات ها را میتین که ما از نقاط مهم معلومات ها آگاه داریم. مثلا
وقتی که برای ما معلومات تنها و تنها اگر ما دقت کنیم در همین جنگی که اخیر روسیه و ضربه‌های مهلک یا اعلان 40 روزه جنگ اوکراین بر علیه روسیه که در همین چند روزه اولش با وزمین‌ترین یعنی که وضعیت قرار گرفت روسیه و ببینید که در کریم چی گپ شد. اولین کشورکشی پوتین سال 2014 از کریم شروع شد، از سیواستوپول، از کریم، که ببینید که ضربه هایی که ماست زدن، ضربه هایی که در روسیه یعنی که در چی انجام شد، در یعنی که ماست کریم انجام شد که وضعیت کریم با بدترین وضعیت آمده از قرار گرفته است و حتی می‌بینیم که از یعنی که دنیر از لوگانسک یعنی که از منطقه های زیر تصرف شده یعنی که روسیه حتی زنها و همونهایی که یعنی که زیر تصرف دولت روسیه به شکل قرار دارن آشکارا گفته هستند که دیگه دما مردک نمونده است، یعنی مردک بچه دیگه نیست در همینجا. کوشش کنید که جنگ دیگه بس کنید، ما دیگر ایقا یعنی که جمهوری زنانه موندگیم، دیگه مرد وجود نداره در اینجا. یا مرد میدروه نگاش میکنه میگه می تا یعنی که جانور خشروب دسته این مردک، ما 3 ساله مردک ما بس باش سری دیگه نیستیم. یعنی اینا همش عواقب جنگن، اینا همش مشکلاتی هستن که مردم روسیه از اینها خسته شدن، ولی اینها را تنها یعنی که معلوماتای جمع میکنیم تا اینکه وضعیت عمومی را ببینیم. و کشورکشی روسیه از توسط کریم شروع شد و ببینید که ضربه های مهلک هم از طرف کریم و از طرف یعنی که همین شروع شد و این هم یکی از وضعیت‌های هست که مردم باید در یعنی که حالتی که در روسیه قرار دارد و مردم تاجیکی که در روسیه هستند باید بدونن که به همین وضعیت‌ها گرفتار است و این وضعیت روسیه است و وضعیت منطقه را اگر دقت بتیم ببینیم که جنگ خاورمیانه به کجاها کشید و در روزهای اخیر تقریبا روز 28 در عراق یک یعنی که میتیجی داخلی صورت گرفت با خاطر با سویرژنی حکومت یا اینکه کودتا داخلی حکومت صورت گرفت، حتی تانک‌ها در حرکت در آمدن، حتی بعضی از یعنی که عملیات‌ها و کارهای صورت گرفت و سروزیر عراق هم در دقایق اخیر یک پرس کنفرانسیا یا اینکه یک صحبت داشت که در الجزیره هم کاملا اینا داد و خبرگزاری‌های عربی و یعنی که اینا بازم بازگذاشتش با دوشی کشورهای ابرقدرتی یعنی که بیرونه و امریکا را مهلت داد تا اینکه همه نیروهایی که در عراق قرار دارند مستقر هستند از کشور عراق در یک محدوده معین باید خارج شود. چرا؟ چون که بازم میخواستند یعنی که عراق به یک شکل با زیر خاک و خون کشد تا اینکه دیگر با راههای هوایی کار نشد، با راه زمینی کار یعنی که انجام تیان. ولی خوب دیگر این تصمیم ها به شکل شدیدن توقف شدن و وزیر یعنی که نماینده پارلمان دیدید که اون زن یعنی که چند میلیون در خانه‌اش چقدر طلا و چند نفر به همین شکل عضوهای پارلمان در عراق که همچون عمیل یا اینکه خائن شناخته شدند و اونها را بازداشت کردن و صادره مال و ملک همه این چیزهاشون. اینا دلالت بر چی میکند؟ دلالت بر آن میکند که وضعیت واقعا هم یعنی به یک حالت خیلی وخیمتر در عالم دیگر شکل گرفته است. پس وضعیت خاورمیانه آرام شدنش به یک شکلی یعنی ما نمیتونیم بگیم که بله صلح امضا شد و دیگر جنگ صورت نمیگیرد. چرا؟ چون که هر دقیقه امکان تغییر وضعیت در منطقه وجود دارد و این امکانی یعنی صلح دائمی و پایدار نمیتونیم مدیده. چرا؟ چون دیدیم که یعنی که کشور لبنان به کدام شکل فعلا قرار دارد وضعیتش و سوریه به کدام شکل فعلا قرار دارد، عراق در حالت وضعیتی به کدام شکل نیمه یعنی که فروپاشی و ایستادگری و مقاومت قرار دارد، ایران به کدام وضعیت قرار دارد، ترکیه در کدام حالت وضعیتی قبل از تنش قرار دارد و بعضی از حرکت‌های دیگر هم در لیبی دیده شده ایستاده است. یعنی که این وضعیت‌ها یک حالت هرج و مرج عمومی را در خاورمیانه و در آسیا و این چنین دیده ایستادیم که در روسیه و اوکراین به کدام وضعیت و به کدام حالت یعنی که قرار دارد و دیدیم که امریکا هم در سنت شب گذشته 3 شب پیش یعنی تا ساعت 10 شب سنت قرار داد تا اینکه
در قضیه اجازت دادن برای جنگ یا اینکه دخالت نکردن در قضیه جنگی، اگر که جنگ کنم من شما دخالت نکنه تا اینکه من چیکاری که میخوام انجام بدیم. ولی ببینید که این امضای سازشنامه ها امکان دارد که وضعیت باز هم یعنی که به شکل های بد یعنی تبدیل تیاد. به همون خاطر برای تاجیک که از معلومات های عمومی خاورمیانه به شکل اون چیزی که مهم است برای بعضی رسانه ها همونها را برای شما میگن، ولی وضعیتی که من به همین حالت گپ زده هستم از خبرگزاری انگلیسی، از خبرگزاری های عربی، از خبرگزاری هایی که برای بیننده تاجیک نه همش معلوماتی بیشتر دارن، همین قدر میگم که وضعیت دنیا گلوبالی در یک وضعیت خیلی بد قرار دارد، هم خاورمیانه و هم آسیا و هم روسیه. یعنی این وضعیت میتواند یک وضعیت خیلی بد باشد و تحرکات دولت خیتای هم در بعضی از قضیه ها دیده شده ایستاده است که یعنی که با پیشخندهای بعضی از چیزا یعنی که ادامه پیدا کرده است. خوب مهم سفر اخیر لوکاشنکو با پوتین به مسکو که در مورد یعنی یک تهدید زلنسکی کردن با یعنی چی نام دارد با بلاروسیا که 500 نقطه های مهمی که در اوکراین قرار دارد ما از اونها آگاهی داریم و درون هایی که از روسیه پرواز میکنند به طرف اوکراین میآیند، لوکاسیون ها یا اینکه مرکزهای اینترنتی که در بلاروسیا قرار دارد ما اونها رو میدونیم که از اونها لوکاسیا یا اینکه از توسط اونها اینترنت به اون یعنی که درون ها داده می شود. اگر بلاروسیا همین ها را نگیرد ما حتما جواب های یعنی که دندان شکن به بلاروسیا میتیم که بلاروسیا همچون یک میانجی اول گفت که ما باید جنگ نکنیم، ما اونها را میگیریم از گرانیسا، ما دیگر به این مسئله کار نداریم. پرواز کرد رفت نزدیک پوتین و با پوتین صحبت کرد که دیگر من در این جنگات پوش نکه، امکان دارد من بزند، من یعنی که چیزهای نیویزویمی مهمه در دولت دارم که امکان زدن اونها یعنی من نمیتونم دیگر خودم یعنی که قپیده و این کار اهمیت جدی داده و بعد از اون پرواز کرد رفت به خیتای به چین و با سی جین صحبت کرد و دقیقاً همون وعده یعنی که خیتای و سی جین به بلاروس همون وعده که به رحمان افتاد چی بود وعدش و سخنی مهمی یعنی که سی جین در حضور بلاروس چی بود در حضور باتیا همین بود که یعنی که خیتای و چین آن چیزی که منظور سوورینیتت یا این که همون دولت یگانه بودن قلمرو بلاروسیا را قبول دارد و نمی خواهد که یگان کشور با اون تعرض کند. ولی اینا همش میتونن گپ باشن و یعنی که کی میتونه دیگر اگر یک اوکراین همون مرکزهایی که مثلا اینترنت میتید همونها را بزنند، یعنی که پس خیتای میایه با اوکراین جنگ اعلان میکنه نمیکنه این کارا. برای چی؟ به خاطر که اونها میدونن که شما جنگ کنیم ما راکت میفروشیم، ما تیر میفروشیم، ما یعنی که پرخ میفروشیم، شما جنگ کنیم و برای شما را استحصال میکنیم و پول فایده میکنیم. انا این شکل هست و این مسئله بار دیگر میگم که قضیه به یک شکل خیلی دامنه‌دارتری و وزمینتر تبدیل شده ایستاده است، چون ادامه کردن جنگ در این قدر مهلت زیاد یعنی یک حالتهای غیر عادی دیگری را به بار میآورد و کشورهای پریبالتیکی را دقت بتید که در کدام وضعیت و در کدام حالت قرار دارند. در لاتویا بینیم که چند نفر از نفرهای مهمش بازداشت کردند گویا که صحبت‌های با نماینده های بلاروس داشته بودند که اونها از روسیه یعنی که فرمان میگرفته بودند در قضیه های همون درون و همون چیزها، یعنی که از اونها چی چیزا بازداشت شدن، یعنی که کمیته یعنی که چی میگن کمیته سرحداتش چند نفر از وظیفه گرفته شد و چقدر کارها در پولشا به همین شکل، در لیتوا به همون شکل، یعنی حالت ها یک حالت خیلی یعنی بغرنج و وضعیت خیلی وزمین قرار دارد. و اگر اوکراین به همون مبلغی که دیروز اتحاد اروپا 3.9 میلیارد یعنی که براش مثلا جدا شد و مبلغ عمومی یعنی که از خود ناتو اون چیزی که اختیار شد و سفر اخیری رئیس ناتو به بریتانیا و دیدار با مقام ارشد امنیتی دولت بریتانیا یعنی که این خودش دلالت کننده و این چنین دیداری زلنسکی با مثلا مقامات بریتانیا در مورد کمک های گرفتن که توسط ناتو هم کمکش گرفت و توسط خود مستقیمی یعنی که کشورهای اروپایی با
یعنی که کریستر میره هم ملاقات ها داشت و مبلغ های که باید 300 میلیون اونها هم پرداخت شدن که اینها برای ساختی درون و ادامه دادن کارهای بیشتر در این زمینه ادامه پیدا دارد. و اینچنین یک راکتی که از بریتانیا به اوکراین در مورد استحصال اون هم صحبت داشتن که تقریبا به پایان رسیده است و در مورد سنجش اون هم که اگر ادامه پیدا کند میبینید که بعد دیگر میتواند از خود خاک اوکراین با راکت ها هجوم ها صورت بگیرد که این باز هم جنگ دامنه‌دارتر و در یک وضعیت همه این سخن هایی که گفته استم دلالت بر یک وضعیت بد دارد. پس بودن شما در یک از منطقه های آسیب پذیر و امکانی یعنی که کارهای صورت میگیرد که دیگر بیرون شدن از وضعیت غیر امکان است. پس از امروز باید هر یک تاجیکستانی در فکر و صدد آن باشد که خودش از زون کانفلیکت از اون منطقه که قرار دارد باید به شکل بیرون ببرد. چرا؟ چون که ما وضعیت عمومی که جهان بیان کرده هستیم که در کدام وضعیت و در کدام حالت فعلا چی خاور میانه، چی ناتو، چی اروپا، چی یعنی که منطقه های آسیایی و یعنی که به کدام وضعیت یعنی که قرار داریم. با همون خاطر باید تاجیکستانی در منطقه های آسیب پذیر و منطقه هایی که براشون آینده خیلی ناروشن معین است. آینده ناروشن همین است که یعنی دیگر نمیدونیم که آینده چی وضعیت و چی حالت میتواند باشد. حالا روسیه دید که یعنی که وضعیت به همین شکل ادامه دارد، یک چند مثلا پهپاد یا که درون روان میکند که طرف دولت‌های پریبالتیکی یا که چند راکت میزنه میگم اوکراین را زدنی بدیم اونجا زد، ولی مهم بعضی از کارها صورت میگیرد. یعنی اینو میشوند یک هجوم و دخالت صریح به دولت‌های الحمدلله به دولت‌های زیر نفوذ ناتو که امکانی یعنی تحریک کردن افرادی که میخواهند این جنگ‌ها را در بتیان و از اونها منفعت‌های زیادی به بار آورند یعنی که وجود دارد این سناریو هم. پس سناریوهای گوناگونی در اطراف روسیه یعنی که وجود دارد که این امکانی یعنی که وضعیت و حالت عمومی یعنی منطقه را به بدی یعنی که گرفتار میکنه. این است وضعیت و این است حالتی که باید هر یک قدم ما و شما در این قضیه باید آگاه باشیم و بدونیم که یعنی که چی کار کرده میتونیم. ما و شما یعنی باید وضعیت قبل از اینکه امکانی با وجود آمدن است به شکل بآموزیم و بفهمیم تو اینکه حالت و وضعیت به کدام شکل هست و به کدام شکل ادامه پیدا میکنه. اگر ما وضعیت قبل از وقوع حادثه پیگیری نکنیم بگیم من خیلی کار میرفتم من کار میومدم دیگه خسته بودم خواب میرفتم، این مشکل نیست. ولی وقتی تو نمیدونی تو را مجبوراً به کار وادارت میکنن که تو اصلا آگاهی نداری. ولی وقتی که تو از وضعیت آگاهی میدونی که روسیه وضعیتش فعلا به کدام شکل است، یعنی که دولت‌های اطراف روسیه به کدام وضعیت قرار دارن، آسیا دا وضعیت فعلا به کدام حالت است، پس تو از امروز میتونی برای فردا یک نقشه های بکشی که یعنی که تو را با فعالیت با یعنی که نزدیکات در ورطه هلاکت در ورطه بدبختی قرار ندهد. پس امروز در دست توست ولی فردا یعنی که امکان ندارد که در اختیار تو باشه. امروز در دست تو، چرا تو میتونی تصمیم بگیری، میتونی کاری انجام داده با وطن برگشتن یا فعلا دیگر من برای توجیک دولت را نمیدونم که اون از نگاه امنیت بتواند که یعنی که براش درست و سازگار باشه تو در اونجا زندگی کنه و تو در اونجا دیگر بتونه یعنی که خودش آرام احساس کنه. یگانه جایی که ما و شما را میتواند برداشته علیرغم این که کار نیست، علیرغم این که دولت دیکتاتوری است، علیرغم این که بسیاری از وضعیت‌ها بد است در روسیه که در حالت جنگ قرار دارد، از تاجیکستان که در حالت آرامی قرار دارد، مردم حتی همین کشور جنگ زده را یعنی که ترجیح میتین بر تاجیکستانی که هر روز چاپلوسا میگن تاجیکستان با پیش یگان بمب نمیزنه، آرامی آی 5 میخیزی توپومی را شو میرای همینطوری میگن، ولی مردم تاجیک همون امنیت تاجیکستان بودگی را یعنی که بدتر میدونن از همون امنیت نبودن در روسیه. تاجیک‌ها را میدونم در اوکراین یعنی که کار دارن، میگم چیکار میکنیم؟ میگم من کارم در روز ایجا تو $200 در روز کار میکنم، تو $250 کار میکنم در همون وضعیت جنگ. آدمایش میدونم که میگه بیزنس ما عجیب بود، الحمدلله تا $700-800 ما در روز در اوکراین کار کرده هستم. نگاه کنه یعنی که مصائب قوم فوائد لقوم آخر،
یک مصیبت های یک مردم فایده برای مردم دیگر است. و همون خاطر ببینید که مردم دولت های جنگ زده که در اونجا هیچ کس امکان کار نداشتن است و امکان پول کار کردن است، همون دولت ها را ترجیح میتین به دولت تنج و آرامی که نه تیر است نه یگان چیز است، ولی یگانه تیره که میزنه تیر رحمان است که یعنی با هر شکل و با هر وسیله مردم از پا در میارد، با تهمت های واهی و با تهمت های گوناگون مردم به وضعیت های بد و بد یعنی که گرفتار کرده است. پس باید تاجیک از امروز در فکر آن باشد که منطقه زیر آتش قرار دارد. منطقه‌ای که ما قرار داریم، ما قرار داشتن منظور که ما در این منطقه هایی که اروپایی و تو در منطقه هایی که زیر تصرف روسیه و زیر قلمرو روسیه قرار دارد، یعنی همش زیر تعرض قرار دارند. زیر تعرض قرار گرفتنش همین است که یعنی وضعیت واقعا هم خیلی بد است. اونونه که در اروپا هستن فکر نکنن که وضعیت اینو خیلی تنج است، دیگه یگان گپ نمیشود. در همین وهله اول یگان گپ شدن اونا همی قاگ میستن، دیگه هم میکنن که خب جنگ اول شهروند شهروند میکنه، بعد دید که شهروندش مردن گرفت یگان چی شد، بعد دیگه همونایی که یعنی که چی دارن مثلا پناهندگی دارن یا اینکه در اونجا زندگی میکنن اینو را میگیرن روان میکنن تا اینکه روان جنگ کنن. تو در وطن زندگی داری و تو باید برای وطن حمایت کنی. فکر نکن که یعنی که تو از بیرونی تو در اینجا میخری یعنی که زندگی میکنی همه تنجای، وقتی که در حمایت خاک سرزمین این منطقه رسید تو از این استثنا میشی. نه تو یگان شاخ و دم زیادی نداری و تو را میتونی فرزند روان کنن. بعد از اون باز شکوالای معینی خودش میمونن که تو مثلا 45 ساله را ما جنگ میبریم یا تو 50 ساله را جنگ میبریم یا تو 50 سال 55 ساله را جنگ میبریم. اول وضعیت اوکراین را ببینید که تو کی جنگ میبرد، بعد یک سال بود تغییرش کرد، بعد یک سال بود تغییرش کرد. همین خیلی هر وقتی که شهروند در جنگ کشته میشود پس جای او را باید دیگر عوض کنه بگیرد. و همون خاطر راهی که ما و تو را میتونه تغییر بده وضعیت مونه، پس میتونیم ما در کشور خودمون باشیم و در کشور خودمون هر چیزی که میشود خب دیگر کشوریم خودمون هست و امکانی. همیشه سوال توجیه همین است که با یک مچ میشود، با یک محمد اقبال شده است کو، با یک محمد اقبال یعنی که خیلی کار شده است. باید تو امکان دارد که سبب اساسی یعنی که پرابلم کردن دولت رحمانوف میتونه که هر یک کدومت باشه. با یک نفر میتوند کارهای شود که رحمانوف فکر میکنه رنگ همون گذشته میتونه میره بکنه، ولی یک نمود وضعیت میتونه یک آدم بزیب کنه که پر کشور میتوند که از چنگال این رژیم خوناشام نجات بیابه. تو خودت با سنگ کم نشکن، تو خودت آدم میدان ندون، تو خودت نگو که من هیچ کس نیستم و توسط من یگان کار کردن نمیشه. توسط تو، توسط هر یک آدمی ما و شما امکان کارهای میشود انجام داده که خیلی از مردم یا هزارها شهروند نتونسته بودن کرده. چرا؟ چون که در اون مرحله که اونها قرار داشتن وضعیت به همون شکل بود، ولی امروز وضعیت میتوند کاملا به شکل دیگر باشد. امروز میتوند وضعیت به کاملا به شکل دیگر تغییر یابد. و همون خاطر شما هیچ وقت فکر نکنید که با یک تو یا با یک من یا با یک شهروند یا با 3 نفر یا با 5 نفر هیچ کاری نمیشود. میشود. چرا؟ چون که الله سبحانه و تعالی بنده هاش دوست می‌دارد و شما فکر نکنید که هر بنده که از الله در زیر ظلم رحمانوف قرار دارد و الله این ظلم ها را فراموش کرده است. و ربک نسی و هیچ وقت الله سبحانه و تعالی یعنی که فراموش خاطر نیست. یگانه چیزی که باید ما و شما بدانیم و بفهمیم، باید بدانیم که یعنی که بر مجرما را کمک کننده نباشیم. یکی از سبب های گرفتار شدن ما و شما با مشکلات ها و با مصیبت ها میدونه چی است؟ مصیبت های این است که کمک کردن ظالم و کمک کردن انا همون افرادی که بر علیه دینت، ملتت، وطنت، فرزندت مبارزه میبره، تو به هر شکل اونا کمک کردن. انا همین کمک کردن ظالم امکانی با بدبختی ها و با سالهای دراز و طولانی با مصیبت ها گرفتار شدن ما می شود. چنانه که حضرت موسی علیه السلام در جنگی که خوب دیگر در وقتی که فرار کرد از خانه فرعون و برآمد و رفت و کمک کرد اون نفری که از یعنی که قوم خودش بود، بعد با یک مشت زدگیش یعنی که کشت و در اخیر همون نفری که از قبیله خودش بود چخیل تهمتش کرد. بو اینمی موسی بود، تو دین یا آدم کشتنی بدی، کشتی یا آدم همون خیل منه کشتنی. یعنی به همون خاطر است که حضرت موسی علیه السلام
دعا کرد و از الله آمرزش طلب کرد که ای الله من از جمله کمک کننده های مجرمان قرار نده دیگر. یعنی کمک کردن مجرم. فتاب الله سبحانه و تعالی توبه حضرت موسی را قبول کرد. توبه کدام توبه شه؟ ای الله من دیگر در یعنی که کمک کننده مجرم قرار نده. ای الله من در زمره کمک کنندگان مجرمان قرارم نده. کمک کننده مجرم کی است؟ کمک کننده مجرم همون آدمی که رحمان مجرمه، رمضان رحمزاده مجرمه، ملیسای رحمان مجرمن. تو کمک کننده مجرم وقتی قرار گرفتی، پس بدون که تو دقیقاً به همون مجرم کمک کردی و یعنی که در صف همون مجرم قرار داری. و همون خاطر است که رسول اکرم در حدیث گرانبهاش چی میگه؟ انصر اخاک ظالما او مظلوما. کمک کن برادرت اگر ظالم باشد یا اینکه مظلوم باشد. گفتن رسول اکرم خیلی مظلوم شه کمک میکنیم، مالش یکی ظالم شه خیلی ما کمک کنیم. اخاک یک برادرت است، میتونیش فهمونده منظور یعنی او را تو میره میقپی ای دستش میگوی ظلم نکن. انم قپیدن ای دستش ظلم نکن گفتن انم کمک کردنی یعنی که ظالم است. تو میقپیش تا اینکه او ظلم نکنه، تو گویا کمکش کرده تا اینکه الله سبحانه و تعالی اون به یک مصیبت گرفتار نمیکنه. ما بدونید و فراموش نکنید که الله سبحانه و تعالی بندش از ظلم کننده نیست و حکمت های بالغه الله بالای ما و شما بیشتر و بیشتر است، ولی اکثر ما و شما از اون حکمت های الله آگاهی نداریم. چنانه که ما میخوایم که تجارت کنیم، ولی در تجارت انجام دادنمون در دلمون یک چیز میگذرونیم که من اگر خدا پول بده انا طریق کار میکنم، انا طریق کار میکنم. طبق حدیث الله سبحانه و تعالی ملک روان میکنه که ان همین آدمی که همین تجارت سر کرده است در آینده نیتی نمی کاری بد داره، پس یک کاری که همین تجارت همین درست نگیره نگاه که و اون تجارت درست نگرفتن یا اینکه فایده نکردن از اون تجارت تر قرض میکنه که تجارت من چرا فایده نکرد، ولی در اصل برای تو رحمت است. چرا؟ چون که اون تجارت اگر برار میگرفت همون نیتی که داشتی آینده در روز قیامت برای تو ضرر داشت. یا اینکه یا آدم فکر میکنه که من وظیفه فلان بگیرم، بعد میبینه که من خیلی ظلم کنی را سر میکنم. الله میگه که همین آدم بخواد همین وظیفه را بگیره و ظلم کنه، ملک هم بفرسته تا اینکه کار کنه که همون وظیفه که تو باید بگیری همون وظیفه را تو نگیری. آیا این به ضررت است؟ نه، این به فایدت است. چگونه؟ اگر تو همون وظیفه را میگرفتی ظلم میکردی، در آخرت یعنی که برای تو خداوند امکان نداشت که تو را دیگر رحمت بکنه، چون که الله ظالم رحم نمیکنه. ظالم حتما قصدش از مظلوم گرفته میشود. چون که لانصرنک ولو بعد حین میگه این مظلوم من را کمک میکنم اگر چندی بگذشتن یک وقتی محدوده معین هم باشد. پس حکمت الله بالغه هست و الله میداند که با کدام شکل با کدام گونه بندش کمک کنه. چون که الله در قرآن میگه اگر یعنی که بسط الله رزق لعباده لبغوا فی الارض ولکن ينزل بقدر ما یشاء. اگر الله رزق با بنداش فراخ میگذاشت، میدانست که یعنی که سرکشی میکنن در زمین، به همون خاطر به اندازه همون یعنی که چیزی که نیاز دارد خداوند برای همون بنده همون رزق میتید و عنایت میکند تا اینکه اون بنده همون رزق داشته باشد و همون مقداری که در آینده برای او یعنی که ضرر نباشد و در آینده یعنی که باششگاهش جهنم نشود. پس ما و شما امروز با داشتن دلی پاک و اینه که دلی ما پاک نماز نمیخونم، دلی ما پاک ما در فکر هیچ نیستم، او دلی تو پاک امکان ندارد که در دلی که الله باشد غیر الله جا نمیگیره. اون دل وقتی که خانقاه و مکان مأوا یا باششگاهش الله هست که دل در اون الله قرار دارد و غیر الله در اون دل قرار نمیگیرد. پس دل تا پاک بگردان از تمام کبر، از تمام آن بدی ها و از تمام آن چرندیاتی که داری و در دل تنها مأوا تا خالق تا بگردان و به خاطر پیش رفتن از او مشورت طلب کن. در سجدهات از الله مشورت طلب کن. انشاءالله که هر مشورتی طلب کردنت از الله و هر استخاره انجام دادنت به الله، پس راه درست و ثواب برای هر یکی ما و شما در انجام عمل هر کار خداوند آسان میگرداند. پس همیشه کوشش کنید در همه عملهایی که میکنیم استخاره را انجام بدیم تا اینکه آینده به خاطر کاری که میخوایم انجام بدیم، سفری که میخوایم انجام بدیم، برگشت از روسیه با تاجیکستان، در استخاره ما اگر درست گرفت
پس بدانید که تو از الله طلب خیر نموده و اون خیری که طلب کرده الله سبحانه و تعالی اگر در دل تو درآورد، پس این سبب میگردد که تو راهی که انتخاب کرده راهی درست است و امکان عمل اون کار وجود دارد و این غیر قابل است که الله بندش بر راه بد راهنمون شود. خب بیننده عزیز و گرامی، واقعا هم در قضیه عمومی که ما و شما باید آگاه باشیم، یعنی که در قضیه عمومی چی است؟ در قضیه عمومی وضعیتمون و حالتمون باید معین باشد دیگر. کدام نمود؟ یعنی ما باید تصمیم خودمون در این وضعیتایی که فعلا در روسیه هستیم، یعنی که بگیریم که چگونه ما میتونیم که یعنی به خاطر برگشت به وطنمون، یا اینکه اگه ما نمیتونم برگشته به وطنم و وضعیت و حالتی که من در یعنی که روسیه دارم، باید وضعیت ما به این شکل، به این وضعیت و به این حالت، یعنی من باید تغییر بدیم. پس وضعیت تو باید خودت بدونی و خودت در تغییر دادن اون حالت، یعنی که دیگر چی هستی، یعنی اختیار داری. اختیار داشتن تو همین است که تو میتونی وضعیت خودت به هر شکلی که امکان تغییر وضعیت است، یعنی که تغییرش بدی. پس امروز در اختیار توست، ولی فردا دیگر در اختیار تو نمیتواند شده. امروز میتواند تو یعنی که در اختیار تو باشد که وضعیت و کاری که میخوای انجام بدی، یعنی اون تغییر میتواند باشد، یعنی که تغییر دادن اون تو میتونی که خودت تغییرش بدی. ولی اگر تغییر دادنش یعنی که نتونی، پس هر حالتی که بر سرت میآید اون چی است؟ اون دیگر یعنی که در اختیاری تو نمیتواند باشد و تو مجبورن اون کار باید که انجام بدی. خوب بیننده عزیز گرامی، بله، آغازین برنامه به خاطر هر یک مهاجر و به خاطر هر یک شهروند کشور که در بیرون است کشور، خاصتا در روسیه قرار دارند، وضعیت باید دیگر فهما باشد و دیگر باید بدانند که چگونه کارها صورت گرفته ایستاده است و دیگر خودشان باید در قضیه‌های عمومی یعنی که این مسئله را وضعیت باید که خوب با کلی باید که بفهمی. این وضعیت باید با کلی بفهمی. فهمیدن وضعیت با کلی در دست هر یک آدم ما و شما هست. ما امکان ندارد که ما یعنی که وضعیتی که امروز باید برای فردا فکر کنیم، یعنی اون از امروز فکر نکنیم. ما میدونیم که علم غیب نداریم، ولی آن حالات و وضعیتایی که بر سرمان آمده است میتونیم اون یعنی که از دیدگاه‌های ببینیم و وضعیت و حالت امروزه کشور یعنی که منطقه را یعنی بآموزیم به هر شکل، تا اینکه خدای نخواسته بر سرمون یعنی که آن وضعیت‌های بد متحمل شیم که ما اون چیزا نخواسته باشیم. پس الله سبحانه و تعالی ما و شما را در این قضیه امیدوارم که یعنی راهنمای راه باید بشود، تا اینکه ما جز از خیر چیزی دیگری را نمیخواهیم برای ملت مردمون و هر چیزی که برای شما میگیم، پس این دلالت یعنی که به چی است؟ دلالت بر وضعیت هایی که امروز در عموم قرار دارد و بعضی از وضعیت ها از کشور هم برای ما در عموم البته میرسند و وضعیت ها خوب فعلا نامه ها از ناحیه ها هم الحمدلله که کار روشون رفته است. از خداخواه ما هم همین هفته هایی که قرار داریم امیدواریم که انشاءالله وضعیت به یک شکل های درست میکنیم. خداخواه برنامه هامون به شکل خداخواه رفتن میگیرن. در وضعیت و اون چیزی که از تاجیکستان برای ما رسیده است در قضیه افرادی که در همین چی قرار دارن، در وضعیت عمومی که حالت همون چی عوف عمومی قرار دارد، وضعیت‌های خیلی یعنی که عجایب و غرایب رفته ایستاده است و خوب می‌بینیم ما که وضعیت عمومی به یک یعنی که بازم همون پولگیری، بازم همون یعنی که حالت فریب و حالت‌های یعنی بد قرار دارد که خب دیگر این از هیچ چیزی مثلا اون چیزی که ما دیده ایستادیم دور نیست. پس باید هر یک کدومتون در قضیه رحمانوف خوب بفهمید و بدونید که بدون پول هیچ گپ
نمیشود و هیچ کاری صورت نمیگیرد. هم اون چیزی که انجام میشود اونها چی هستند؟ اونها یعنی که وضعیت به همین وضعیت حالت ها انشاءالله که میبینیم. خوب در شوراباد یا اینکه در شمسدین شاهین در قضیه ما دیده استودیم که بعضی از وضعیت و بعضی از حالت های عجیب و غریب شده استوده است که ما البته همین قدر میگیم که بعضی از مردم حکومت نو اگر چنده که اول مردم خودش این قضیه را یعنی که بیان داشته است که ما خودمون یعنی که راه درست میکنیم و رئیس حکومت یعنی که شورا بودم مردم مجبور کرده ایستاده است که اونها چیکار کنن؟ اونها راه تا 35 سالگی 9 سپتامبر باید که راه راست کنن تا اینکه ما برای حکومت پیشنهاد کنیم که اینا ما با تشبث و راهنمایی و دستگیری پیشوای ملت البته با پول مردم یعنی که را هراس کردیم. سراسیمه نباید بشوند، کاری که انجام میتین خودشون باید یعنی که هر کاری که میکنن و هر کاری که به سراسیمگیش دیگه او یعنی که مداوم و ادامه پیدا کردگی نیست. و همون خاطر راهی که راست میکنن خودشون برای 35 سالگی و 36 سالگی و 37 سالگی نه، راه وقتی که منفرش میکنن میخوان یعنی که کار انجام تین. البته بزرگای همون قوم با همین نظرن که باید بالای او اول چقدر ماشین بره و راه سخت شود درست شود، بعد از اون یعنی که 4-5 ماه بعد دوباره چیکار کنن یعنی که قضیه را چیکار یعنی که دوباره اسفالت کنن یا اینکه منفرش کنن. یعنی که این وضعیت ها از برای حصار آمدگی است، برای قبادیان یعنی که بعضی از شکایت های دیگر آمدگی رسیدگی است و الحمدلله نامه 372 هم الحمدلله که تقریبا آماده شد و تقریبا نامه 62 یعنی اگر دیاتون باشه شما نامه 53 نامه علاهیده یعنی که تماشا کرده بودید، 53 را با فیلم تماشا نکرده بودید، 52 را تماشا کرده بودید، ولی 53 54 55 تا 62 تقریبا آماده است که انشاءالله ما حتما خدا نشرش میکنیم که این یعنی که خیلی امکان دارد انشاءالله که در همین ماه ما در عموم قضیه نشر نوارها را به یک شکل تدریجی انشاءالله که ادامه میتیم و یعنی کارم را انشاءالله در یوتیوب هم اگر که بچه ها کار کرده هستند درست بگیرد خدا دوام دادنش شروع میکنیم و فعلا کارهامون در دیگر بخش الحمدلله که درست ادامه دارد و در قضیه کمک های برادران فعلا هم همون است، یعنی 25 نفر در 100 نفره در 100 نفره 25 نفر هست و در 150 نفره 19 نفر فعلا قرار دارد که 250 یورو 19 نفر و در 500 یورو 100 نفر که باید باشد 25 نفر یعنی 25 و 19. پس برادران تصمیمات خودشون بگیرن یعنی که به خاطر همراهی کردن و همراهی بودن هر کشور قرار دارید یعنی که برای چند وضعیت و چند حالت یعنی که بعضی از چیزای لازم داریم که باید واقعا هم پرداخت کنیم. ما در مسئله قضیه یعنی که گوگل مون تقریبا الحمدلله کارمون تموم شد که اونم الله برکت بتید، بعضی برادران کارشون انجام دادن و فعلا در یوتیوب ما هم یعنی که بعضی از مشکلات های دیگری که صنعی هست همین باید که یعنی که درست شود و بعضی از دستگیری های برادران ان شاء الله که نیاز داریم و امیدواریم که الله سبحانه و تعالی ما و شما را کاری که میتونیم انجام داده در این راه ان شاء الله که انجام بدیم. پس همراهی کنید اصلاح در همه وضعیت و در همه قضیه ها که خداوند ما و شما را موفقیت و پیروزی را نصیب و روزیمان بگرداند. خب بله، اگر برادرانی که بعضی از کانال های زیادی دیگری که مثلا هستند برادران مبارزی که کانالشون در مبارزه بود اگر بخواهند که یعنی که با اصلاح یگان کار انجام بدین منظور صحبت کنن تا اینکه ما کارهامون رو انجام دادن با برادرانی که یعنی که عددی بینندهشون ولی تنها کانال هایی که در مبارزه بودن یعنی کانال های دیگری زیاد است که تا 1 میلیون هم پادپیس دارن چیک دارن ولی اونها برای ما نیاز نداریم با اونها، تنها با برادرانی که کانال های یعنی مبارزی داشتن کانال های چیزایی که در مبارزه بودن ولی فعلا دیگر در فکر بیزنسی در فکر زندگیشه با یوتیوب کار نداره. ولی ما هدفمون مبارزه است،
کارهایی باید انجام دادن در کار است. اگر برادرانی که میخوان همکاری کنند پس مرحمت تماس بگیرید با اصلاح تا اینکه بتونیم یعنی که در این راه کارهامون رو انجام دادن بگیریم. اگر کانالشون رو بخواهند در اختیار اصلاح بگذارن پس نوارهای سابق کاملا دلیت کرده می شود و دوباره یعنی که از همین 350 بود، از همین نامه ها و دیگر برنامه ها را یعنی که از همین 10-20 برنامه پیش قبل شروع میکنه و دیگرش در گوگل هست و در دیگر برنامه ها هست. از همین به بعدش ان شاء الله که شروع میکنیم. در مورد اصلاح تیوی هم صحبت ها ادامه دارن، امکانی ان شاء الله که کشوده شدنش هم در نظر داریم. خدا خوب میبینیم. خداوند نهایت نیک برامون ان شاء الله که آماده کرده باشد. خوب بیننده عزیز گرامی، این بود قضیه و وضعیت و حالتی که خدمت شما عزیزان قرار دادیم و امیدواریم یعنی چیزی که نیاز بود برای شما خدا خواهد از این گرفتید و ما و شما باید کار برای وطن و برای ملت انجام بدیم. برادرانی که در امریکا هستید توسط پیپل، در اروپا هستید توسط پیپل، در هر کشوری هستید میتونید کاری خودتون انجام بدید. حالا ما فعلا 2200 یعنی که یورو در پیپل نیاز داریم به خاطر 1600 در یک کارش و باقی موندهش برای یعنی که یک مسئله دیگر که هر دشم برمیگردد به همین تجدیدی مسئله کار یوتیوب که باید پرداختشون کنیم. برادران یعنی که کارتون انجام تید ان شاء الله کاری که باید ما انجام بدیم دیده ایستاده که الحمدلله کارمون رفته ایستادن. خوب دیگر برادرانی که در مسئله معاش بودن این ماه هم تموم شد، یعنی که شروع سال ماه جدید شد. پس در مسئله معاش ها ان شاء الله که معاشمون میدونند که از ماه گذشته هم ندادگیان مبلغ پرداخت نشدگیان، یعنی که این ماه ایون هم پرداخت شدگی نیست، ماه مای پرداخت شدگی نیست، ماه ایون یعنی که از 3 نفر پرداخت شدگی نیستن. امیدوارم که انشاءالله اینم قضیه‌مون خدا خواه حل کنیم تا برادرانی که کارشون انجام داده ایستن الحمدلله ادامه بدین. خوب بله بیننده عزیز و گرامی، در همراهی کردن با اصلاح کوتاهی نکنید. خدا کند که ما و شما بتونیم ان شاء الله کارهامون به شکل بهتر و خوبتر انجام بدیم. در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. در نظرسنجی که گذاشتگیان من نمیدونم نظرسنجی بله ها نظرسنجی هم به نظر شما آینده مهاجران تاجیک در روسیه چی میشود؟ 52% وضعیت بازم بدتر میشود، 48% بهتر است به وطن برگردند. یعنی که 48% به این نظره که به وطن برگردند. پس فهمیده میشه که وضعیت در روسیه بازم بدتر میشود، معین است و بهتر است که به وطن برگردند. 48% به وطن برگشتن خیلی مهم است. چرا؟ چون که یعنی که میتونی که آینده خودت در وطن خودت بسازی و ان شاء الله هم کار خودمون در وطنمون میتونیم یعنی که اون چیزی که میتونیم انجام داده باید انجام بدیم. بله خیلی عالی. خوب برادران و افرادی که امکانی صحبت کردن داشته باشند میتونن که توسط سیلکه که گذاشته شده است یعنی داخل شوند و صحبت کنند. خب در کانال اصلاحی انگلیش و در کانال خودی اصلاح لایف یعنی که پخشی مستقیم الحمدلله به همون شکلی که هست رفته ایستاده است. هیچ مشکلی در این وضعیت و حالت الحمدلله که وجود ندارد. تنها و تنها وظیفه ما و شما چی است؟ ابلاغ و رساندن آنچه که باید هر یک کدامون یعنی که پیدا کردن است. خدا خواهد وضعیت و حالت ما و شما را تنها خودمون میفهمیم و امکان ندارد که ما و شما در این قضیه یعنی که کار انجام دهیم که در آینده برای ما یعنی که ضرر آور باشه. بله خوب
زلوی بله. Assalomu alaykum hazrat. Aziz so'zi umidorim. علیکم السلام و رحمت الله و سلامت باشید. بفرما. Hazrat امروز برای برادر محمد علی حیات تماشا کردم پشمای تنه خیست. نمیشه که همون سرگم ایرودگیان در میدانیوی هوای بگیری یک تا با یک تا نشر کنیم. بدونیم و یا کیان چیان های گجوان. وقتی که ما رفتیم مورم همون که در بلوی برف همون که غم شونتیم. بله، یعنی که در مسئله ظلمی که در زندان ها یعنی که رفته شد، این مسئله یعنی که امروز یا که دیروز نیست. این ظلم زندانی ها در عموم یعنی که ادامه دارد، همه وقت هست و انشاءالله ما آنچه که میدانیم حتما اونها را نوشته هستیم و در این قضیه ما یعنی که حتما ما برنامه هامون آماده میکنیم و اینطوری نیست که ما یعنی که خیلی افرادی که یعنی که برای مردم پول گرفتن در ازاح عوف خوش کردن و مردم از زندان کردن نامشون چی از قرغان تپه، اکثر زیادشون از ملیسخانه قرغان تپه و وحدت و دوشنبه، اینه که 4 ناحیه‌اش بسیار مردم پرابلم کرده گیرن و همون خاطر ما قضیه را الحمدلله که به این شکل عادی نموندیم و حتما ما در قضیه یعنی که ما کارمون رو انجام میدیم. در این مسئله ما هیچ وقت یعنی که آرام ننشستیم ان شاء الله. با یک خطاب دارم با همون سگای خوش روک بفهمی، خوش روک بگیری که ظلم شما این روز ادامه داره، پگاه ادامه نداره. پگاه دیگه شما که رفتیم با یک تا ای پوچکای بینیتون میکشه میگیریم، ای خودت نشد ای زن فرزندتون میکشه میگیریم. امیر خوش روک استعفا رحمان استعفا در امان خدا باشه حضرت. باشه، سلامت باشی برادر. بله انشالله که کارمون انجام میتیم. هیچ وقت فکر نکنه که یعنی که خداوند هیچ وقت یعنی از اون عملی که ظالما انجام میتین یعنی بخبر نیست. هیچ وقت یعنی عین الله و چشم الله لن تنومی خواب نمیکند. هیچ وقت ظلم فراموش نمیشود. هیچ وقت ظلم به بازگشت بر ظالم نمیموند. در این دنیا هم به کیفر اعمالش ظالم میرسد و در آخرت هم به کیفر اعمالش میرسد. و همون خاطر ما این قضیه وقتی که الله عادل داریم، پس الله سبحانه و تعالی در این قضیه تدبیرهای خوب ان شاء الله که آماده کرده است که ما و شما از اون آگاهیم. ولی آن چیزی که از ما وابسته است در مورد اون نفرانی که استاد محمد علی حیات از ظلم دارند، یعنی که هر کاری که انجام داده هستند اینها به کیفر اعمالشون حتما خواهند رسید و این فراموش نکنند که یعنی که اون چیزی که با استاد محمد علی حیات یا با استاد سید عمر یا با یعنی که در قتل زبیدالله رازق انجام دادن یا اینکه دیگر برادران دیگر از ظلم کردند و مصیبت آوردند یا اینکه جلال الدین محمود یا اینکه فلان یا دیگرشه، اینا هیچ وقت به جزا و به پاسخ نخواهند ماند. حتما یعنی که اینو به کیفر اعمالشون میرسن. این ده هیچ وقت فراموش نکنید. سلامت باشه برادر. خوب بله عبدالرحمن درآمد 7+70 بله 7+70 بله. برادر محمد اقبال السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پروردگار زنده و سربلند باشی برادر محمد اقبال. من آوازات نمیشنوم برادر محمد اقبال، من گپ میزنم. بله. ای رحمان آقی پدر ولدینو، تو مردم چیکار کردی؟ تو مردم ای گریزگی گرفته آورده، چیکار شو کردی؟ زن و مرچ مهاجر کردی، زن و مرچ ترمه کردی، زن مرچ کشتی. تو چیکار کردی مردم؟
اولش پروردگار رحمان و در سر قدرت، اولش و اخیرش رحمان و اهل اولاد رحمان و در روز مردم 307 تای کدمه پشتی تا بگیره 287 تای ستیاش ای رحمان پدر بله والله برادر محمد اقبال ایرا بکی خپی مردم بکی مردکو را بود ترما کرد ای کیف صفای خچوا با دخترو را برآورده ایسان برای دیگه ملت ای مردانی ماه بی برای استاد محیدین کبیری میگون که والله قسم اولش پروردگار اگر او علم بهمنا میداد کو او علم بهمنا میداد میون ما و تسمه میبستم خطی مردم میخستم مردم گاگا میگفتم و میخستم والله قسم نگاه که برادر محمد اقبال اوجه با دخترام و سر کاگیان یا خچو ای کیف صفا اوسنا نه که با دگه ملت ها ویسان با دخترام و دادیسان استاد محیدین کبیری والله پروردگار اگر کلا و سلا بهمنا میداد کو رنگ خداد مردم میگرفتم پریود یا ایسن یا اوسن ما اولش پروردگار در این دنیا سربلندیم در او دنیا هم پروت فیامی رحمانو شلیار داشته باشی والله قسم ای سرت میمونه برای مردمی توجیک میگم ای برای پلدارو والله قسم همین کدم برنامه از پروت فی رحمانو همین را اگر یاردم نکنکو او پلو پروردگار ای سر تو مونن پروردگار آمین مونده ایسان است کورنه دیده که دخترام و بگرفته ایسانیو با خدا قسم کو برای من همین کاری که در همون تاجیکستان شد بس گفت همون یک گفته که پو دختری چی را مچک کرد یک دختر تاجیک مالی که ای قضیات والله کرده ایسان اینا با خدا قسم برای من کوی جگان نمود خیلی چیزی چی نشد اگر شنده که تاجیک بودم باید یعنی که ناموسش چی شود ما اگر میخستیم تو میخستیم او دختری نازنین یا برادری تاجیک میگرفت نه که یا عرس بیا مچکش کنه و یا نمیسته یا فاشیست خدا هدایت شو کنه چیکار کنیم او برنامه گری برادر محمد اقبال نتونستم در مدام میدره یک کروچک تو خوردن میگیره نتونستم نه گپ زدن نه در مدد دیگه فهمیدم والله قسم برادر محمد اقبال یک خلطه نوس یک هفته میبره در این برنامه خودت کو یک خلطه در یک ساعت تیور میشوه این مردم ها بکی نخستیستن والله قسم انشاءالله که همش خوب ایمون غریب شونده پروردگار ترا میکشید میبور که جونی مردم خلاص میشی تو اولش پروردگار رحمانو دیگه بهوده کو کونتا ندرون تو اولش و اخیرش اولش پروردگار و اهل اولاد داد زنده و سربلند باشی برادر محمد اقبال اوزاد نو میسن چسبیده سلامت باشی برادر الله حفظت کنه بارک الله واقعا برادر ما 7+71 که برادرای خیلی صادق است خداوند حفظش کنه یعنی که برادرای صادق ما خیلی زیادن الله سبحانه و تعالی همه تا حفظ کنه ما میفهمیم وضعیت میفهمیم درد داره درد تنها اهل درد میفهمه وقتی اهل درد نیستی تو نمیتونی فهمیده اهل درد میشود یعنی که اهل درد میفهمه چی را همون یعنی که دردی گفتی گپا درد داره و همون خاطر قضیه را باید خوب چی کنی بفهمی الله موفقیت پیروزی و آنچه که برای ما مهم است الله سبحانه و تعالی نصیب روزیمون بگردونه هیچ وقت ما ان شاء الله که در این قضیه آنچه که میتونیم آنچه که میدونیم در اختیار ملت و مردمون قرارش میدیم
مدیراتور همین حقارت میکرده که کسی حقارت میکنه یک لب بلوکش کنه یگون نمود خیل گفتی گپا رحم ده حقارت کن نخره حقارت کن نه دمو در کره اگر مبریزم باشه و دلیتش کنی یعنی که ما ده حقارت کن در کار نیست حقارت نکنی ما یعنی که نیاز به حقارت کن نداریم مرده گوری گپ زن گپ تا بگو یعنی که حقارت نکن حقارت مسلمان حقارت کن نمیشه وقتی حقارت کردی پس بدون که فاسقی فسق انجام عملهای فسق خوب دیگر در این یگان جای شک و شبهه نیست در مورد رومی 5 برنامه الحمدلله که آماده شده 5 برنامه ممکن 8 برنامه شود خدا خواه که انشاءالله نشر میشوند و یک به یک مردم همه وضعیت و حالت رومی تا بهتر میفهمند اید دیگه ملا حسن شاه حسن اید دیگه فرسان میرزای و اید دیگه یعنی که دیلاور صالح فود دیگه ایالا بزرگ تاکسیستای بودگی در رومی تو همه نشر میشه و هیچ وقت فکر نکنه که یگان کار شما یعنی که نادیده و نفهمیده موندگی امکان نداره وطن 665 بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خوبی و تینجا علیکم استاد السلام و رحمت الله سلامت باشید بله استاد مسئله موضوع واقعا موضوع چه بگم وضعیت وزبینای خیلی هم وزبینای چه که خودت قید کردی ایودم دهشتناکای نکی یا همی چه بگم نزوبخ قپیدگی استودگی هم هر کس که در ای جاهای میدونه هر کس که میخونه هم نوستیاشونه و چیزاشونه میبینه وضعیت واقعا خراب کننده اینه من دیدم چند کسا اوجه گفت ما میریم وطن خونهاشون فروختن یک فروختن اوجه ای تو دوستان رفته گرفتهسن میگن نمیشه یعنی که وضعیت اوه که خودت که گفتی استاد باز هم خیلی وزبین تر ایده ولی با ایجا با وزبین تر میشه ولی پیش اولی ولی ایجا با این قاق زمستان شوه وضعیت او ده بزرگتر میشه همین خنکی ها سرش نگرفت این 4 روزه اولی وضعیت روسیه را به کلپس وزمین بسیار گرفتار میکنن خب دیگر بعد دیگه همین ما میمونیم رحمان تسایی که زده اوکراینسو این تسایی که زده این تس ها اولی بازوتی ساز نمیشه معلومه خب این تست ها بازوتی ساز نمیشه چه خیلی که چون میگن میگه که ما یک چند مونده بود چی میکنیم این با سانکسیا زدگی این بود نمیشه همین نرخ نوای بنزین گران قیمت میروه انا در توجیکستان چی گرفته ای جمع مایلی استودام مایلی بو بچه رو در اوجا برده کشتهسن اوکراین دا کشتهسن کلتور نانم ایالا پیش خیلی رفتگی بوده استود با ما گفتیم یکم 30-40 هزار رفتگی نه زیاد ازش خیلی زیاد بوده و برگشتم نیست کمش میگذره ای تری خیلی معیب میگرده ده بگیم انا بعد در توجیکستان چی میشه و پروا ندارن و کانسر پورنو کانسر کردن در توجیکستان پورنو کانسر تاینا ایا همی پورنو نیست چای دختره در بین پوبلیکا با قپیو ام بفوچینم تاری ها چه اینطوری دشانبه دا با قپینم تا بفوچیا او یا همی فرهنگ توجیکیه فرهنگ رحمانوفای فرهنگ پیشوای ملت نه بیرم راهنمای پیشوای ملت این فرهنگ یعنی اوله یا یعنی قبیلهش هم خیلی اومدگی پدنالت همی حرامه اینا ما مایرام هم تا پکلینیا خشور رفته سیده یورا اما انسامبل هفت دختران او با آخرش ده چی میگه آخرش میگه رستم دیرژیس میگه اون نمیدونه که رستم زده کریستاله هشش کندگی خواه بعد این نگاه که ده نمیگه که تاجیکستان یا که دیرژیز رستم میگه میدونه این امو بس که فهمه استاد در امو اصلاح شپرت افتن ای 10 میلیون ستارت ویسینش سر میشوه تو این ای کانسر ایسوسو پریلود ایسوسو همش یا 20-25 میلیون میشوه این فقط یا بس کفای این اخی خطی هم کانسر آبشیر از خود ایسوسو بگیم 100 میلیون اگر 1 میلیونی میداد برای مکتب 100 مکتب سوز میشد
اینا فرهنگ توجیکی نمیه. ایرا باید مردم خوب درک کنن کیه اینمی فرهنگ توجیکی تو خیلی همه برای پورنو اینمی چی میتین کنسرت میتین ایرا هیچ کباجو کنه نمیتونه پرشیدگی اینترنت پورنو کنسرتی اویلای. خب مسئله استاد چی گفتنی بودم اینا بعد میگن موچکدی سوسو خیلی اشرف گلوف چند قرار بوده ترکیه فروختش دختروی توجیکا پچکا قطعی خودت گفته بودی همینجا کو یا برابر شابورد فروخت اکای رحمونوف چند قرار فروخت دخترو داختوی چون چند هزار ازاد سودو هر روز با افغانستان اویلا دخترای توجیک گمشدگیره افغانستان رو همون کرده ایسان گفتی همون یعنی نیجنی 5 کار میکنن افغانای همین هر 10 روز پس میآید 3 دختر میگیره میروه او دخترها رو میپرسیم کی میگه ایش زن می ایش خواهر زن می ایش فلانی ای همین 3 تا 4 تا 10 روز پس یا هفته پس اومده دختر برده است. انا طریقه شما اون آدمایی که پروردگار نام آدمایی که به همین رحمانوف خدمت میکنین اینمی روزی علیشه میرزا نبود نصیب تونش کنه قطعی اویلاتون بله که اویلاتون گناهکار نیست فرزنداتون گناهکار نیست اینم تری نصیب تون کنه که دیگرات تربیه شوه. ما دعا کردیم والله قسم اخرم دوملا دعا کردم شب چندین شب اینم خیلی پدریه دعا کردم اخ خدا در نام جانم حداقل امیره خچونه بین خچون این امیره دیدم کو باور کنیم تا بمازه میخرم اوقاتا کایف کدانم خیلی میخرمش اونطوری میگازم کنم خیلی میخرم خود دیگه نه. خب این قضیه را بود که استاد خودت همینجا بعد یه چیز نه قید کردی گفتی که مثلا همین اطلاعاتی جناب بابای پوتین میترسده همین را ما چند سال پیش گفتیم که این انسان ما در جنگ اطلاعاتی قرار داریم این کار شوخی نیست هم خیلی بود استاد خیلی هست ما این جنگ اطلاعاتی این همین ما بردیم که رحمانوف نم خیلی ترک کدگی ریدگی قطعی مقامونتایی که پریزلاتیو استفاده شون بردگی жда доран ҳамун спискадаки комуш пага мепара ай каналай мошинша чи мешава ай ридагианамво пас ҳанами иттилоот зура ёхи иттилоот воқеан мо устод дар сафи пешем ком як гапи мо хатоай кия иҷа мебуроя мега ки гапи шумо нодурустай марҳамат мақомот далел ҳуҷҷатона бигирен биен майдон ай далер мерен ай германия мебарен او مرده قطعی بچهش خوبیه اینجا نمیتونیم همقدر کار کردم ما نه یراق داریم نه یک کورچه داریم حتی همین استاد باید شپلوق زده تو نمیتونه ای پشت اکران این همی ای برادرها هم بفهمین نم خیلی بفهمین که این همجا هر دوست که ما کمک میگیم کو شما بکنین نکنین او با کونشون هم خیلی چاق میکنن هم خیلی است استاد اینا خودت میدونی تنها هم خیلی این همی با کونشون رو چاق میکنن خواهیشتون میکنین برادرها سپیسکای همون دوملورا پر کنین همی دوملورا هیچ کمک نکنین اما همه گمتون که همی را یکم چی کمک نکنین نه که برای همین مبارزه برای هم جنگ اطلاعاتی رفتن ما نیاز به کمک نداریم کمک همین ملت داره همین برنامه ها داره میدونن که این برنامه ها بدون سرمایه گذاری یکم کار نمیشوه پس برای خودت کاری بکن برای اویلت بکن پول جمع کردگیت در اسیا دوده است رفته است پس چیزی که به خاطر اویلت بمون همیه تمام دیگه یکم گپ دیگه نیست بله خیلی استاد خیال میکنن نه اونجا اووزه که با محمد اقبال کمک میکنن نمیچی محمد اقبال در هیچ کنه نیاز نداره نه خودش میگه می استاد هم دوملو خودش میگه شما مبارزه دا بکنین همین اطلاعاتی در اینجا چند برنامه اینمو میکنش پهن میشوه پگم هم دوملو را بگم که چی با مقاله نمینویسی بچه بخونیم یا ویدیو را چی بجو چی خیلی را میگیمش ده مثال همون نبوشم کارگرش پول نگیره چی نکنه چی بگرده بگایی چخیل هم زبان مونده پیچه که بچه دوملو چکو کدی برای را یک بگوی که یه حرکت کنین یا چی کدن اول بجیم به مخی خویشتون میکنین برادرای یه سلده یه بوره یه مورا پر کنین اگر ندارین هم قوتا نیم شب کنین اینجا مجبوری نیست یک کار کنین هم اگر کمیت که باشین شرایط داشته باشین
با یه بار دیگه بکنین همین سال هم بوده یه بار دوباره هم خاطرسانتون میکنین. زنده و سلامت باشی استاد. خدا نگهبانت. سلامت باشی برادر. انشاءالله که آنچه که ما و شما باید انجام بدیم وظیفه‌مون انجام بدیم. بیننده گرامی در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. 54 نفر در اصلاح لایف لایک های خودشون را گذاشتند و برادرانی که در اصلاح انگلیش هستید لایک های خودتون را بگذارید. پادپیساسیا در کانال بکنید. یعنی 178 نفر در اصلاح انگلیش لایک خودش را گذاشته است. پس لایکاتون را بگذارید. یعنی 178 نفر در اصلاح یعنی که لایف هم همین شکل. برادرانی که در اصلاح انگلیش هستید با کانال اصلاح لایف بگذارید. وسیله را بچه‌ها در اصلاح انگلیش مونید تا اینکه بدروین و پادپیساسیا و یعنی که برای یعنی که برنامه‌های مستقیم همیشگی ما کوشش کنید که در یعنی که کانال ابونه شوید، در کانال پادپیساسیا کنید و اینو همش یعنی که برای مبارزه هستند. مبارزه‌ای که ما باید انجام بدیم باید یعنی که آگاه باشند هم که به کدام شکل کار ادامه داره. ریگری بله. سلام درود استاد گرامی، امیدوارم خوب هستین. ای برنامه‌ای که درباره جنگ روسیه در حقیقت و همه جوی رشتگی روسیه با وضعیت بد گرفتارش کنه پروردگار پدر لعنت همو حکومتی همو روسیه که محافظت میکنه امام علی سگی پلیدی مادر به خطا رفته قاتله همو روسیه نباشه مردم در آزاد میشه. این مهاجرو در چی گفتن؟ این مهاجرو باید برگردین هموطنان به وطن خودمون. پیش امام علی رفتن در کره، پیش مقامدارای سگی طرفداروش که سگای وفادارن که تا حال طرفداریش میکنن رنگ سگ مردستن، یتش ایدایرو میپره یتی دیگرش زهر میتی یتی دیگرش با دیگر رو میکشش. الا شما خور کنه شما چوپلوسوی پلید زناتون رستم تجاوز کرده گشته کردی اختاراتون با هم طرفداری از همو امام علی پلید میکنین. برای های مردم دیگر اینا در اوکراین هم خیلی مردگیه که این امام علی به هر راه به هر شکل فقط کشته است. پدر لعنت همو پوتین که دیگه زدگی هم جنگ همو کروکس وای کردن کو کروکس بود قور بالوی بود کو و همش دروغ بود و هم پالیتیکای امام علی بود. امام علی یو داد پوتین ده ما 4 تا توجیکی بیچاره تهمت کردن با یک لو درون توجیکستان هم در اومده با تهمت کردن 15 تا 20 تا شد رفتک. یک تاکتیک امام علی بود که مردم آزاد تونستن که جنگ گیرن برن جنگ ده کشن پرتوین. هم خیلی مردم خار و ذلیل شده گشته. جوان مردای ما جوانانی که نمیدونین این امام علی لعنتی 35 سال حکمرانی داره. عمری من این حکمرانی داره. من در بیرون از وطن اشتم من این لعنتی آگاه شدم پر آگاه شدم که ما یه پدرلعنت هم اول بعد میدیدمش مایده بدم پدرلعنت هم چشمش هم میدیدم بدش میدیدم نمیدونم این من میدیدم بدش میدیدم. همون وقت میپرسیدم همی چه خیلی نگفته با میپرسیدم با تعریف میکردن داجه استودنشتم با میپرسیدم میگفتم این خوب نیست میگفتم این تاین نگو میگفتن خیلی آخی دیگر مردم باید آگاه باشین. جوانایی که مثال نمیدونین تولدتون 2095 93 خشمو چیه دیدین جنگی 90 میگه جنگی 90 در هم زد نیستی زنشی با خودشو که پدر لعنت هم جنگی 90 مردم تا حالی گمراه کرده گشته نه سویت ای در توجیکستان نه برق ای سالی 90 بطرای همون مقام دارشم میگه که سالی 90 دا اما یا مثال سالی 90 جنگ وای کرد که تینج کرد که همه یا اوخی پدرلعنت امام علی افغانستان سالی 90 آوردک همه در درون کشتن ملای دانشمندایی که بود به هر شکل آورد کینو کرده نمایش دادو مردم آوردن گفت همون گریزوی که در افغانستان دیگر دولتایی که بودن همه اول دانشمندای علمای جوان مردایی که کدومی که میدونید همه نر یک تا کشت قیر کرد امام علی لعنتی. این پیرسگ روزی مردنش نزدیکه این روزی سرنگونیش نزدیکه انشالله. همون روسیه حکومتی پدر لعنتی
پوتلری اگر گم شود انشالله این جا به جا دفع می شود. این همو روسیه همو پوتین این حمایت داره. او هم نمیدونه اگر همین امکانیتی امام علی باشه هم پوتین خودش امام علی خودش رقم میمونه دفعش میکنه. پروسا پوتین نمیدونم چیه نگاه داره. پوتین هم خطای نمی امام علی سرتا میخوره. پدر لعنت اوخی میمری مردم غم نتیه مردم گرفته برده است جنگی سوسو مثال این 15 دولتی که تو میخوایی که در حمایت خودت در تحت نظارت خودت گیری دیگر این کار نمیشه و انشالله با امر خود تیت میشه این دولتی که تو این حکومت روسیه که ساختی دولت روسیه همتون تیت میشه انشالله با امر خود. تو هدف شما فقط تاجیک کشی مردم فارس کشی بود لعنتی و از ازل انشالله شما همون دولت ها دیگر دولت ها اروپا دیگر دولت ها انگلیچان همه دولت ها شما دیگر آموختند که شما اگر تونین تمام دنیا میخواین که رب خودتون کنین. دولت روسیه همین چیزا میخواه. تمام دنیا میخواه که این گشنه لعنتی اند مر 5 میلیون شما نیو تمام دنیا در رب این همین حکومت روسیه باشه حکومت سوویتی باشه. این چیز دیگر دولت ها درک کردگیان. لیکن دشمن اشدی ملت فارس همین دولت روسیه با هر راه میخواه فقط ملت فارس کشه پدرسگ لعنتی و اینو برای همه نیستن. اینو فقط میخواهند که جوانمردای توجیک نیست شوه. جوانمردی توجیک در حقیقت راستگو نوترسای وقتی که حق باشه سرخم نمیکنم میره سرخم نمیکنم میدونن برای اوای فقط چیکار میکنن فقط کشتن تا حال کشتن دون. لیکن راستگویی که شدی زودباور میشوی دلسوز میشوی ساده میشوی. همین راستگویی سادگی میبیورده در زودباور میشوی در فریخت دیگر نیرنگ بازها دیگر ملت ها گرفتار میشوی چی میشوی پراکنده میشوی. خیلی تمام هدف ما باید تاجیکستان باشه. من پروسه یکم خیلی فهموندم باید دونن که دیگر دولت های اروپا هم تمام دنیا دونه که دولت حکومت روسیه نمیخواه یگان دولت که از وی زور باشه میخواه همه هم پراکنده کنه پارتوی لعنتی فقط همه رب کنه. 15 دولتی که در حمایه روسیه بوده انمو گرجستان و دیگر دولت ها تاجیکستان ازبکستان قرغیزستان قزاقستان ترکمنستان بلاروسیه اوکراین همشه میخواه که دوباره ربی خودش کنه دیگر نمیشه و این کار دیگر همه دولت ها آگاه شدن است. برای اوای هموطنان در چی گفتنیم هم دولتی روسیه باید برویان دیگر دولت نیسته یا خیلی همونجا میمرین همونجا میستین. از یک طرف دیگر هم در بیشتوسوی دولتی تاجیکستان این مردم ما زندگی کرده نمیتونه. هم دولت های جنگ زده ده با همونجا ده با راحت ترن همونجا ده با پول میوان. در تاجیکستان حکومتی ساختگی امام علی که جنگ نیسته هم خیلی به جنگ مردم قیر کدسته لعنتی با هر مکر و حیله نیرنگ بازیش در اوجا کار نیسته یا خی پدر لعنت زوادوی که بود المینی زوادی که بود در رگر همه 10,000 بود 11,000 اوزی هم 5,000 کار میکنه نمیکنه همه زوادو از کار موندگی لعنتی مردم خونش جفیدگی وطن همه جزیر شدگی مردم نمیدونم شعورنوکیشون به پس کردگی مردم به سواد شدگن 35 سال بازیچه نیسته استوز عمری من شما یا استوز این پدر لعنت همه به سواد کرده همه دانشمند سیاستمدار و آدمای با عقل با سواده که مثال میفهمن همه تیک پیت کرد همه کشت زندانی کرد با هر رو نیست کرد. این مردم به عقل نمیدونه دیکیان اونو دختری که برو وردک در اوجا او کرملیوفی لعنتی عمر نامش چی بوده کرملیوف هم فراموش کردم برو واردیان اوجا برو واردیان دیکیان بیچارو دنیای دیدگی نیستن همه امنیتی که در درون کار میکنن دنیای دیدگی نیستن سگو کلا خر هیچی نمیدونن همونجا عمرشون 35 سال نیستن و خیلی پدانت هم مایدهین ایمن مایدهین رتبهشون گنرال شدگی ایمن 36 باشون و خیلی همشون مایدن رتبهشون بلند زدگی رتبه چوپلوسی و خیلی نمیفهمن چیه دنیای دیدگی نیستن. فکر میکنن که امام علی خدا باشه پرزیدنتی مثل باسواد باشه پرزیدنتی وطن آزاد کرد از جنگ 90 آزاد کرد جنگ 90 گفته گشتن نواروی کونه نشون میتین پدان
نمیفهمن شورنوکیون پس چیدگی بسواد امنیتی و کورکنوی ورگن مرگ به شما هیچ دیدگی نیستین شما لعنتیو یک تا میکشرنگ علیشیر میرزاناباد میکشه یک تا ایم دایرو میزنه به همو سنایپر همو وایتونه همو قتیلوش تیار کرده ای دایرو درون دایرو میپرین میرین یا دیگه تا زار میته یا دیگه تومات میکنه زمین یک تا قرمشین اوکی اوگو نمیشوین اول میگیره دختراتون میگیره رستم نریرش الله تو را خور کنه هر روز میگیم سلامت باشی برادر رگری بارک مایلش برادر اوخی اینو دا همه هر روز گوی اینو دا اوگوه میشوده این سگو نمیفهمن اینو همو دهم میشون امامالی خوردگی ای همو ماینشون خوردگی ای با همو تکتیکی کورکنوی که همو کلون شوندوی که الله که میفهمن سلامت باشی برادر بارک الله سلامت باشی برادر خوب برادر عبدالله یگان 8 نفر دیگر در اومدن گپای مهم باید بگیم تو اینکه بله برادر سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و رحمت الله و برکاته. بله تو خوبی تنجر در سلامتیت خوبه سلامت باشی برادر. بله حضرت یک سوال هم مقصد یک زن اگر شوهر داشته باشه و بعد در همین بین عام میبروه یک مرد دیگه یا موچکش میکنه فرق نداره خواهی ای روش موچک میکنه ای بینیش ای گوشش یا ای دستش موچک میکنه شوی همو کی میشه معلومه که شوش دایوسه او شوش داموجا برابر مردایی که مردان مسلمانه که دبری همو خواهر مسلمان ایستادگی بوده همی گپا بیا من همی خیلی شرح کنم همه دبره همی مسئله نوشتن تمام مردم باشه ما یکون گپ نمیگم بهترینه باید که اعتراض جوانان تاجیک بکنن ولی او چیزایی را که من میدونم این چیز برای من وابشکو یگون چیز یعنی که برای که شما در پوبلیش نمیره دیده و چیزایی که غیر پوبلیش نه هر یه مهمون خارجی میاد دخترکای ای 16 تا 17 18 میارن کراچی تقدیمشو میکنن انا ایرا چی میگه پدر دارن اینا هست در مقصد ای 100% هست مهمه که هر روز برای من میرسد در رامی در ورزاب دخترکا رو میبرن 40-50 تا 10 نفر بره میگه 3 تا شایمان ایش میگه 2 تا شایمان ایش میگه 1 تا شایمان این امتری هر روزی خدا هست از همین فرهنگی که حضرت مقصد سوال ما ایجا بود فرهنگی که زیدی زنهای مسلمان کردگیان فرهنگی تاجیکی نامش کردگیان فرهنگی تاجیکی مقصد چی بود سال 92 میگن ما را ای سال 92 جنگ میترس ما کودک بودیم خودت بیادت بسیارتر حضرت سال 92 میگن ما را میترسونن ما را ای فرهنگی تاجیکی یاد میتن فرهنگی تاجیکی سال 92 تا جای ما میدونستم همون گنرالایی که حتی مسلمان نبودن و تاجیک بودن همین باسکفا در کنوش در همونجا فانا میزدن برای همین کارش یا که نه ناموسی همون میبرداشت که در پیش آن زنی تاجیک هم موچه کنن ناموسی مقصد گپ سر این نمیره که این در ملای آن که در پیش مردکای مسلمان یک کارای عجایب غرایب میشود حضرت مقصد یا وقتی دیگه یک بازار صابیر برآمد یک کافر مطلقی به ایمانی به خدای چیز در پیش تمام حکومتدارای تاجیکستان 90% مسلمان بودن با ای همه شیف کلان شد محمد سعید بعید العیف بود همونجا ششتگی بود گفت که خدای شما هیچ کرد همه شاعرها و کلاسیکای شما هیچ کرد همین کم مکه که دیگه ترسید نگفت اگر نه همش میگفت همه تا میگفت همه شما هیچ کرد شبکه لیلی نه خدا تو بهتره گفت مقصد همونجا یک مرده که پیدا نشید که همون رو بگه که ای پدر سگ تو کی اوخی دولت در دست ما اتیا به خدا اومدید ما مسلمانیم پردو نزد الله شما چی میخیزین مردکایی که در همونجا اشتگی بدین یا اینی پول مردکی که در بر اینمی خواهر ایستاده گرفتن موچکش کردن یا گنرالایی که همین باسکفا پول داده اوورده تو با فخر داره که من باسکف مچکای او دختر با افتخار با فکرم که شو شالی میگه که بیا امو موچکدگی تبی یا جا سلفی کنیم خاطی با فکرم شو هم نداره او شو هم نداره نه پدر داره کو برادر داره کو مقصد نمیشه که ما برای یک دختر بگیم که او بیگناه و ایمون است اگر که ما خودمون کونمون بدرونیم چی امنیتی چی ما مقصد خیلی ما را آدم حساب نمیکنیم در توجیه ما خودمون لوبای خیلی بدرونیم این برای ما ننگه این برای ما یک جای درد است سبحان الله
تأثیرش او چیزش که نمیبینی او دیگه حضرت چیزش که میبینی و دربارش مردکای ایستادگی هم با بالایی ممکن که چند میلیون روبلش دادگیان مردک که بیا دمالای یعنی زنی ما را مچاکر ننگ بر همو پدر نیسته. رستم همین رستم تشکیلش کرده است. این تشکیلات بدونی یعنی که پیشدروی رستم ایرا که در پس وزیر فرهنگ چی کار میکنه؟ وزیر فرهنگ چیه؟ پارتیان که وزیر فرهنگ در اطاعت رستم یا که وزیر فرهنگ هم سنبول آقای، وزیر امنیت هم سنبول آقای، وزیر MVD هم سنبول آقای، همه سنبول آقای شیدگیه. پس امنیتی هایی که سبحان الله یک کودک همه کوین ایرسی هم میبارین ترمش میکنین، برای شما همین ننگ نیست؟ مورا میکوین زنگ میزنین میپرسین ته تورت جیخلی دکی جوی ریش دوری دکدام مذهبی، برای شما همین ننگ نیست؟ مسلمانی شما در همون جا تمام میشوه. چی در کار ما را میترسونین؟ ما را میگن که بخیبیا ما شما را میبخشیم، شما ما را تیکه و تار میکنین. اونا بس کفی از نتونه بگیرین و برین قطعش چوخ کرین. والله نمیخواستم یکم و بگم با میبینی پگه با میبینی یا نکسیا یا لکسوس با میره پشت خونه میسته قطعی کمپیری مادر سلفی میکنه یا نمیفورید همین گپا را گفتن. نه که نمیشه واقعی، یا که همه حکومت صاحب نداره یا که صاحبش یکم دیوانن یا که همون ملیساها مردک نیستن دیگه یا ناموس ندارن. بچهای جوانی که شما 20 ساله و 24 ساله و 25 ساله و 30 ساله خدا لعنت داد، شما چی خیلی ملیساین؟ شما چی ناموس دارین؟ شما دشمنی تاجیکین؟ چی بالاشیده تاجیک در درون خودش 100 تا دشمن داره. تاجیک با تاجیک دشمنه. بس که زنی تاجیک میاد در بین دوشنبه چک میکنه با پلش میتن چند تا دیگه میبرن ولی مردکات هم میدونن کنوتون هم چک کردگی یا شما کنوشون هم چک کردگی. مقصد مایل سودمون میکنین، ترممون میکنین، ظلمون میکنین، بچه همون هم میکشین، برادرمون هم میکشین، پدرمون هم میکشین. همیش برای شما جای ننگ نیست؟ چی فرهنگ بود؟ همین فرهنگ تاجیکی بود. سال 1992 زنی تاجیک یگام ایوان موچک میکرده دوشنبه. والله قسم اتئیستی تاجیک زنی ایوان فلان میکرده اگر رو خیلی میشی. سال 1992 برای آوردن ارمیانو 90-91 دیاتون باشه اگر همین خستانی بچه های دوشنبه برای همین بود که برای چی ارمیانو رو آورده در دوشنبه خونه میتیه و مردم تاجیک خونه نمیتیه. زمین جمعیه بگونه پرست. چی ملتی بگونه پرست؟ سبحان الله ما هیچ وقت یادگاری ما چشم دیدن نداریم، فقط بگونه پرستیم. با بس که 20 میلیون 30 میلیون روبل میتیم برای یک مادر کمبغل که در دوشنبه شتگی طالبندگی میکنه یک خونش خریده نمیتونیم. برای شما ننگ نیسته؟ زنی تاجیک طالبندگی میکنه شما یک خونش خریده نمیتونید. زنی تاجیک میره در روسیه توالت میروه، والله قسم اگر 4 تا همورا میری شهر دوشنبه میآورد روسیه خونه میداد آب روش آب روی بس که ماسک زیاد میشید. چی برای چی سنبول آقا تو همین گپا را میدونی؟ برای چی نمیگی هم شاگردوتا؟ ایچی والله اتئیستی سال 1992 اتئیستی تاجیکی سال 1992 ایشان داملا و حاضرت به ناموس همون که در دوشنبه ملاقات میکنین کو ای شما را والله قسم به ناموس بود در تاجیکی در ملتی. همین کار اگر در پیش یا اتئیستی 1992 یک پیش تاجیکی 1992 میکرد حتی اتئیستش دا کونی بس کفا میدارون بعد کونی همون پریگلاسی تیل میشه همون که پریگلاشتش کردگه. بچه این قدر ما دیونه ها را دیدیم، ما سوراب قاسم ها را دیدیم، ما سایشو شمال ها را دیدیم. کوینه سوال جواب بگو در اکران نوشته تو باش مو خودتون چه خیلی آدمین گرفته وطن دشمنی میکنین و شد که موچک میکردن زناتونه. انا برای این قدر شما در بیرون زناتون هم در تاجیکستان موچک میکنن. اینا باید تناد میکنن شما میگریزه. آخه همین کدومی هسته در همون چی ششتگه یا که در کابینت امویده یا که در امنیت هایده که جای ششتگیه اکه همین چی میکنه ده تو ما چی بگیم میفورد که حقارتت کنیم نه آخی تو بیناموس در همونجا ششتگی ولی فردا میبینی که خونه ما رفتی
با ممکن قطعی گپ زنیم این یک روزیه سلام علیک کنیم این روزیه چی که بازی مقصد میکنی تو چی مردکی تو چی گنرالی تو چی پالکونیکی تو چی مایوری چی کپیتانی تو ننگی تو نیستی ناموسی تو نیستی به همین سوالات شرمنده این короче бо вовчик гуира сарка аст и бо номша навиштана ввбгггг нумуш вовчико азоб додан одаморо همین ҳамин انا шумо کو будем حضرت وفچی کو می نویسه همین وفچی که یورچی که در توشنگستان کی придумат کردگی حضرت ҳамин охе чунука русо не вовчик юрчика کی придумат кардагӣ در توجیکستان охе як истилоҳ урусо придумат кардан нимона вовчик ном кардан нимона юрчик ду тоҷики девона даҳанаш пури нос иш иша юрчик гуфткаш иш иша вовчик гуфткаш ҳамое ки вовчик менависӣ ҳамин нависандаи нами братишкаи бозор собир ҳамин айдасти ё бобои ту ё падари ту саршидагия ҳамин вовчики юрчик ҳатман ё бобот ҳамхелӣ будагия ё бибит ҳамхелӣ будагия як вақт бобоамона босмачӣ мегуфтен ирӯз дар таънаи бо ини девонаҳои дарскандааш мезанем бо дарзои кунтон даридаги дар пештон мерем пил метем бо баскифа охранят кардагия инами кнопочник баскифа ту охранят кардагӣ ки зани тоҷика буса кунад беномуси бешараф беҳувият субҳаналлоҳ як корои аҷоибу ғароибе мешавад ки баъд фарҳанги тоҷикӣ мегӯянд охи ҳазрат ҳамин фарҳанги тоҷикӣ буд фарҳанги раҳмоновай фарҳанги рустам фарҳанги азизмо фарҳанги ай сартон мона ҳамин фарҳанги тоҷикитон ҳамун заное ки аку чанд сол пеш ягон молча дар сартон доштеву ба хестеву ҳима карде ки озодӣ мехоҳем ана ҷониби олӣ хелӣ кард чӣ обурӯ дидем имрӯз чӣ обурӯ дидем ҳама туъмаи мардои бегона шидем ҳама использованӣ шидем фақат барои як вазифаакое ки додантон зани тоҷик фурӯхта мешавад дар афғонистон ҳама хаб дар афғонистон зани тоҷике кӣ мефурӯшад о мардаке ки вовчик навиштаиста бидӣ нав савол додиста бидӣ зани тоҷике дар туркия кӣ мефурӯшад магар мешавад ки як одаме ки ҳеҷ канале дар мвд дар амният надошта бошад айпеч хидиш занои тоҷика дубай ё туркия бара бифурӯшад метавонад ҳамира як одам ёдӣ карда ҳатман чандта генерал қатъи ӯ одам ҳастай чандта вазир ҳастай 6-7 сумбулоғо дорад мурдантон беш тувори вардакора мурдантон беш мори вазира марги тувори вазир аллоҳ лаънат кунад ҳамин хели вазирие ки шумо дорем вазири фарҳанг вазири амният вазири мвд ҳуд як кӯдаки 17 солаи тоҷика тирма карданӣ шава 550 000 нафара ба сараш роҳӣ мекунем барои як кӯдаки 17 соларо айрасиро оварда тирма кардан 500-600 милисаро ба сараш роҳӣ мекунем беномусо худо лаънатон кунад ба ҳамин ҳолтон и шарми шумоа ана ҳамин раисиву вазириву генераливу аллоҳ донос ана ҳамин рӯзи шумо буд и таърихи шумо ба анами пастӣ омадани мо дар таърихи шумо дар вазирии шумо мо ба анами пастӣ задем шумо раис будем ки мо ба анами пастӣ задем и таърихи шумоа бале таърихи мо ҳам мешавад ки моро шумо зачмарид кардем моро гапзанӣ намонде не дар ватани худмон гапзанӣ мемонемон не дар ватани бегона ҳам дар ватани бегона бегонаем ҳам дар ватани худмон саволи дигар кардааст мега шумо айдурӣ приказ дода ҳақораткуниро медонед гӯё мо кадмера фармон додаестем ки мо тра ҳақоратат кардем она ба ту кор дорем мо ҳамон одаме ки куни хоҳар таличка аст хоҳарта мачак кардания дацена ҳамонро гуфтаестем ки хоҳари тура мачак накунад мо шояд ҳамин одам эҳсос накунад ки ҳамон зан аймоай шояд ҳамин одам тамоман дар вуҷудаш нест ҳамон номусе ки ҳамон модар буд хоҳар буд мега пир шидем мо пир шидем дилмон ба хоҳари ту месӯзад ки ягон кас яъне чингили фосиш накунад ту номус надорӣ мо анамун номус дорем пир шидем мехоҳем ки ягон кас хоҳари тура таҷовуз накунад анамияй мақсад мо мехоҳем ки ту дар берун бошӣ агар дар дурун янгама ягон кас набара гуфти гапо ягон кор куна ҳамира мо фарҳанги тоҷикӣ гуфтен ҳатто тоҷикӣ дигар ҳамин тоҷикӣ будан надорен шумо
من یعنی من مونم اسلام شما همین تاجیک بودن در وجودتون نیست. نیست در وجود شما تاجیک بودن نیست، والله قسم نیست در وجود شما تاجیک بودن. چی نمود به ناموسی شیدین. این و فرهنگی تاجیکی نیست، یک فرهنگی نمیدونم. یک برادر گفت پورنوگرافی، شما فرهنگ پورنوگرافی رو آوردین برای ما، فرهنگ تاجیکی نه. شاید ممکن یک بسیار نه ممکن از بین 10 سال بگذره بعد شما با فکر بیاین. همون زنهایی که امروز موهای سرشون رنگی کهانی شطور کدگی در پوششون تری میشنن، قاقا گیراندگی در مجلسو چند قدر ممکن کبر میکنن که کی یعنی چی هم. همین ایبان ممکن 5-10 سال بگذره یک پیر فرسوده فرتود میشود، بعد این گناه های امروز کردگیشون به یادشون میزنن. 100%. این وقت تیز میگذره، همه پشیمان میشین. فقط انسان باید در وقتش بفهمه کارش که چی خطا کرده است. و 10 سال پس همه پیر فرتوت فرسوده پجمورده میشن. حتی همون شوهایی که مجبور گرفته بودنشون رنگ کلین، همونا ایشما بیزار میشوند. شاید با درباره شما زنای یاشک میگیرن، شما میگردین قاشاتون یک خیلی کل کدگی. سبحان الله، چی روزه چی وزیر و وزراگی های پیش یک کاری که میشه شما بین خودتون مصلحت نمیکنین. یا که همین یک دیونخور یا یک گودک میخزه از واچکر میخره چی کاری بفوره پاک کفوندن میگیره در هر سال. وزیر فرهنگ تاجیکستان کیه همیشه ورود؟ یا زنکه کو وزیرش یا زنکه خیلی اگرنه بلا زدگی هم گفتی گپا رحمانوف. یا وزیر فرهنگ پیشنر اورونوف بود میگفت زنک در سرش حجاب داره، میترسم در براشینم که در تای کشش یگون سلاح نداشته باشه. همین وزیر فرهنگ اینا بیا مرحمت نه بیا بشی در برش بشی ایسش بس گفترم مچک میکنه ایسش اورا میشه. بیا اینا مرحمت بشی. وقتی ایزن مسلمان میترسی، وقتی یک زنی مسلمان اولفته میترسی، بیا مرحمت نبیشه. هر دو تا بوسا که نباس گفت ایوانو بیارن. ایوانو را قطورک مونه ایرپورت دیشنبه تا ایرپورت کلوب همه را مچکده رفتن بگیرن. آخه شما که ایتک دخترای ما را در اونا پدرکه میکنی، بیا اینا بشین مرحمت. یا میکروفون تو بگی یا میکروفون دخترک دبتی. شرم تون دون مرگ تون به همین مسلمانگری و به همین دولت داری تون. چوه یا زنی ارمیان را مچک نمیکنن، چوه یا زنی گرجستانی را مچک نمیکنن. اونا خریستیانن کنشمه در اونا. شما را میدونن که شما این روشن جمشید تون کدگن در دولت خودتون میان، در سنتر در پایتخت کشورتون در چمریتون میکنن. بعد میمونن در مسکو و در سنت پترزبورگ و در یکاترینبورگ مورا گپ زنی. پولشون میتین میارنشون بهترین پیتیزیوزشنی اتلو در خوابشون میکنین، سهرا کافشون میبرین، نمیدونم بهترین خوردنیاکا رو میبرین، باز پیشش گلدخترهای تاجیکا رو میبرین که موچکش کن. چی جوان مردیه در شما؟ سبحان الله نمیفهمی چی جوان مردیه. همونایی که لکسوس های 580 هزار قطی میگردین، گرداناتون غوص کدگی یا خیلت در پشت 550 تا تلق داری دادشم میگردی. وقتی همین ویدیو رو میبینی برای تو یگام جای تو نمیجمه مخصد هیچ ننگ نمیه. یا بار نمیشینی بگو که تغا امک خولا اما چیکو کده استیمو؟ این دولت دوریه یا که یگام زوپار سوپارک رحمانوف دولت دوری رحمانوف. یکی مایمون میغلطه در تیگر هم خیلی میشه وایجا. یا وظیفه شونه خلاص تو الله هدایت چون کنه اینو را واقعا خیلی بدبخت. مرگ بود به همین مردیتون، مرگتون به همین مردیتون. والله قسم بسیار وقت میستی تری فکر میکنی که ای الله چی با مرا تاجیک آفریدی آخه چی با دیگه ملت نبود مرا یا ملت دیگه در پارتی. راسته درسته 100% باور که هم اون چیزی که میگه وضعیت و حالت امروزه کشور و سیاستی
پلید بدی که رحمان داره همین است. واقعا درسته. دردمون میکنه ما گپورا میزنیم اگه تمام ظلم به سرمون آوردین ما دیگه نه ریبایم نه میاسیم دیگه در این جرام بخپین قتلمون میکنین در اون جرام بخپین قتلمون میکنین ما دیگه نیوی خدمت پلاژینیم بفورا نفورتون گپ میزنیم تو بگذار گفته بمریم بگذار هم بکشین اونو نه که گفته مردک وره بمریم پیش شما گردن کج نکنیم تاکش تو فهمیدین امنیتی و همه این گپ برای همه چی دوره کدومت که اینا آمدنی خونه مپگه نبیوین این اینجا همه گپ ما گفتم تو تسلیم نمیشم تمام فایده تو نداره. فایده تو نداره. مرگ به همون جوان مردی و به همون کشورداریه که در پیش زن تمیان موسا میکنن والله قسم از گفتی همون که از برای الله این چی گپای چی خبره کشتین من خب کردیم اتفاقمون کشتین خب کردیم بچه همون کشتین بچه های جوان بردین زندان کردین فریب کردین کودکا را بردین از تمام کشوری دولت برده زندانی کردین زندان های تاجیکستان رنگ کرمک وری می جوشه با این ایاش چی روزه میارین هر وقتی که تاجیکستان مهمان رو پیشش دخترک میبرن یا تا شما یکم جا مهمانی رفته که پیشتون دختری بیاره کدام همین وزیرا و رئیسای تاجیکستان شما یگان کشوری بیگانه رفتن که پیشتان دخترکا رو گل دخترا رو بیاره در کجا تا درون ایرپورت شما دخترای تاجیک میبرین برای تمام کار ما را میکنین که شما مخالفین شما زیدی دولتین والله قسم اگر من یک ذره زیدی دولتم باشم بله همه قد کوشش میکنیم که همین دولتم یگم مینوسیش نبینم همین یا وقتی میشه یا مینوسی را میبینی که دیگه نمیتونی استوده خطه قبیده نمیتونی کوشش میکنی که نه رادیو آزادی تماشا کنی نه یوتیوب تماشا کنی همین هیچ چیزی نبینی یکی میبینی که یک کاری میشه که به خدا یکی هم یا آزاده را میبروردن بس که مچکش میکرد چی گپ میشید ممکن چیزش دوینای میشید یکی هم یا آزاده یا تخمینه را میبروردن که مچک یکی عزیزمو را میبروردن مچکش میکرد شاید دوینای طرف و آش میگریف میرفت مردک تاقی ماندگی دفترش یکی فرزانه کوزه پشت میبروردن که مچکش میکرد بس که عجیب بزرگ میشید باور که خزیقش میشید بسیار خزیق میشید باور که نه همون پلیسایی که شما قطاره در راه میستین همون را مقصد اخرانیت میکنین برای شما شرم نیسته شما همون قانون جوان مردین شما همون قدر بیناموسین تو برای 2 لیتر بنزینت سبحان الله میره چند تا توجی کمی قپی ظلم میکنی برای 2 لیتر بنزین خریدن در ماشین برای 2 نان میخری حرام ایپل چیز چند قدر توجی که ظلم میکنی برای تو شرم نیست یا مردی بیگانه را میای قدر اخرانیتش میکنی و زنتون در پشتون مچک میکنن یا که همین قدر شما دیگه پخویی شدگین که تماما همین دنیا و همین مردونگی براتون چی نداره این دفعه رستم اگر یکون کسی دیگه شه آوردی اونو کابزون بود و کابزونش مرده با کی مونده که ارتیستا خبر نمیشناسمشون همین یکون فیلیپ کیرکور باید برام فیلیپ کیرکور در کجا همین زرنی فیلیپ کیرکور دعوت که بیاید بعد فاطمه جون ابو یا مچکش کنه بسیار باور که قضیه زور میشه یگون گپ نمیگیم ما کدام گپ زد باور که بگم مچت مون رستم مچک کاگه اینا ببرورش باور که اگر یگون گپ گفتیم مونو ما اینا میگم ما میبرم ایامو حمایت میکنم ایت اینا میگم میبرم یا برنامه میکنم رستم شعر نر میگم فیلیپ کیرکور اومد زن رستم مچک کرد شعر نر رستم انا میتم برور یعنی که زن شمه تا کی مچک کنن یا اینکه عزیز مو را برور نو کابزون مرده کابزون شمه برور وقت یا عزیز یا شلاق سید مکرم در کجا باشه که ای دینداری باشه ای فرهنگ داریش سید مکرم جونه الله جون ترا بگیره که خدا لعنتتون کنه یک توجیک توی میکنه چند قدر ظلم به سرش میکنه کشمرن والله کشمره ای اویلا کشمره قسم به خدا ایورا واپس عقل قدیم است تصورش کردن نمیتونی والله برای یک
توجیک توی کردن بیچاره 10 تا مهمون فریاد میکنه چی به سرش میوید نمیدونه روش یک دیونه صورت توی کردگیان کو تنظیم انعنه و جشنی و پاشنی و بعد دیگه لو بوی چی پژرنیک به سرت میوید نمیدونم دیگه تنظیم میوید جشن میوید انعنه میوید آخه این پرازنیکای کلان برای شما چی در کره برای چی در اینجا تنظیم و جشن انعنه نداره شما کلی چینم دوره کلی سلیمانه کیا نوید دیوانه صورت گنرال دایرکتور جشن انعنه ها تنظیم جشن انعنه چینم دوره امو سلیمان دولتوف تو یگان بار برای همین گپو برای همین کارو میخیزی یگان چی میگی که اینی قدر پلی دولت شما مصرف کردین یا که تمام میشه وکینات یا مردکی تمام میشه تو پیش او کابینتوی پریگلاسیتون روی کرده رفتن همون آدمایی که همیو را فایرود میکنن تو همون جرا تو جرأت میکنی برای سرت یلق کدگی رنگی همون امون خداوند اگر الله جون تا بگیره همون شب و روز والله قسم ده حق این قدر ملت تو چی میگی در پیش الله تو چی میگی فرد و نزد الله همین شب و روزی که در تاریخ رئیسی تو گذشته است تو چی میگی نزد الله کن اینجا بیو کال جون اینجا بیو کلی امون اینجا بیو میگن چیکار کردی برای همین ملت مسلمان توجیک وقفوهم انهم مسئولون الله میگه بخیزون شنو مسئول بودن چی دینداری تو داری سید مکرم تو چی دینداری داری مردن تی یا بربه نبود اوه که هر روز میمری ای چی دینداری مردم فریب میکنین یا یک بختون دینداری حساب میکنین همه کاراتون غیر دین زیدی دینه یک اعتراضی دروغکی نمی نویسین یک اعتراضی دروغکی نمی نویسین برای که با فکر میانگم شو میتن آدمایی که او را فیرود کردگیان سلام علیکم و رحمت الله اکا ای پگاه سر میشود دیگه ای پجرنیک مجرنیک همش پشتی خونه سیلفی کنی میرن پختم میگیره فایده‌ای نداره لعنتی سلامت باشی برادر بارک الله علیکم السلام و رحمت خب من اكو واتساب گپ زینا گوشت کسی مکه السلام علیکم السلام علیکم اکا بابا بری شما خوبتین سلامت باشی سلامت باشی با شما عمری دراز خواهد رفتنوی باید چطور ریسکه متر دوی ماره مثلا شما زنده این بسیار بری مشکل یعنی شما در راه شاهدان هستند در راه شاهدان که مثلا مردم پروزار کرده مثلا حتی درست میدونید نفهمونه حتی قانونی ما هم بود که مثلا یعنی باش هم یک مثال میبرم پیش دستان بارم مثلا برای ایران یک سال زیاد نشده است که مثلا سر قدران بودن با بخت یک ملت ترکانه تمام سواران با یعنی باید با رهبری هم با دست ملت کرده تاجیکستان ما با همه ایران کمی مانندی داره یعنی سیستم سیاسیش در سر قدرت اگر روی شخصا به جناب دیوانی بدبینی نداره من زن است که ملتش تاجیک نه یعنی خطرین شکلان شما معلوم در تمام اقارت مرکزی تاجیکستان همون تلفن اکا تلفن یا خیلی بگی که آوازات تری واضح بیاین برای یعنی که آوازات خیلی یا خیلی بقب که آواز نمیخوایم واضح بشن بله انا شو قبضه درسته از این میگم که یک سال دور نشده است که من همین سر یعنی قدرت با در ایران پزشکیان یعنی یک ملت ترک خواهی اشکار گفت که من ملتم ترک و آذربایجانی همه اومد اکل خواه خدا دانتر به فکر من که همه بیگانه در اومد مثلا با همه سبب شد که مثلا سیونستان یعنی یا که گوییم یهودی ها تمامی سرورای اساسی ایران که در یک سال همشه از بین بردن یعنی تا این وقت چقدر حرکت ها کردن کوشش کردن نتونستن یعنی که
درک شدن نتوسته. این بدبخت اگر یعنی گویم وطن فروش که اومد این بدبخت دشمن ایران همه توانگر شد یعنی ایران اگر عبیزگاری کنه منظرم کارما کنه اینا خودت به مقصدش نرسد خواهی مناقشه های کنه داره. من بگم کمی تاجیکستان رو برم سیستم سیاسیش کمی مانندی داره کمی که یعنی دستر خودت با دستر دولت ما یگان تاجیک نیست. مثلا کوچکترین فرمانده ما همش ملت مقام فرمان شامل بسیار نشد دیدم نه شکلش نه زمینش نه شمالش یعنی چیز با تاجیک ماننده اینا ما رو برای خود هرگز نمیبرم. شما خواهد که خوبتر میدونم مثال ملت ترک و مغول اینها یه مسلمان نبودن نمیخواهن مسلمان شد گفت درباره مسلمان ها مغول نیست اما گفت درباره دین هم نمیرن. اینها همچه انسان که بسیار انسان های کثیف و بد و کذاب هستند. اگر پا درست باشه مثلا اگر سنامه های تاریخی بسیار حد یکا کم کنده باشه بفهمید. اما چنگیزخان 800 سال باز چی کار کرد؟ بخارا تا به قسم کردستان تاجیکستان همه جا را که تمام ملت ما را که بروی بامی روی قشرت امور رسید 800 سال پیش شده تا وقت درست ها تو هم عربی استوار کشور کازاوان شده. یعنی مردم اگر از همین یعنی حس ملی مردم اگر بیدار شود به فکر من که همین فقط راهی آخه اکا امی یک گپت میگم اکا جون یک گپت درست البته گپی من از یک جهاب درست این ملت چلی میداد این بسیار درست اما متاسفانه که همیشه گفته روشن که سرزنه یا که همیشه من اونچه که موقع است همین رو گفتم که مثال نگاه کنید چی در اپریت مرکزی یا تا از دار نیست یا تا از حکومت نیست یا تا از چی یعنی از این جاهای کارینای توجیک نیست که الان تبرا این ما شما بسیار ملت ساده و بیسواد خود در احمد پاسکل 200 سالی رفتیم ما بسیار بیسواد بودیم نه سواد سیاسی داریم نه دینی نه علمی یکون کش نیست. این اصلا گرمی پرابلم ما همین گرمی پرابلم ما که بیسوادی البته وجهشتر بود از همه جهات ما بیسوادی این بسیار وقت درست حرف زدن نمیتونیم یعنی این نادون فوزی تاجیکستان بخیام یعنی در فوزی تاجیکی رو نمیدونم همش میترسن فهمش سیاسی ندارن از بالا بگو که بالا استفاده کرده که مردم مثلا وارد مثلا از کوچکترین رئیس تو بالاترش همش مثلا مرد جناب ولی میترسد که مسئول را دستم بگیرم و فکر نکنم که از اون سیاستی یعنی گرسو دیوان استفاده کرده که بسیار مردم خورد کنیستانه والله طرف مجا چه جنایتی که بکنه بطل شما این نیوبه جنایت بکنه زمین را خرید سازنده بسیار از زمین شخصی کرده گرفتی آیندی ما هرگز درخشان نمیشه یک وقت چون که مردم مرده نه یک مردم چی میگم نکنه که حسی میگم تازه وای برادر که تا این وقت به شما گفت که بس کن خیلی ارتیست 500-600 مردم ما را در رسیه کار میکنند با اون ما مجبوریم که مروت کنیم مروت نکردن به علاج نداریم حاضر اگر رسیه همین مثلا کاربرای تاجیک پیش کنه این معلوم است که میرم روزی میشه بحران اقتصادی یوروپ دیگر دولت و رفت حالی ما با اونجا مثلا عقدت کردن اون جرایت ها با اسکم رو مساعد کردن بسیار خیلی راهی دون دراز یک نمک خورده میگفته از 40 سال اندیشی کرده مردم اونوز خواهد باید مردمی دارد باید دیگر است و باید دیگر دینو بیا یکم مسئله گفتون دا بگم یکم مسئله گفتون درست یک دقیقه اگر همون زنی که تاجیک به ناموسی کرده اگر پیش همون بس کش نبی برون همون سلفی دیم که بوسه کرده باید چی انا برای همین یکم مسئله گپی شما دا جواب درباره تاجیکی میگوی من تاجیک منه که میلاد ما دوست میدونم برای من تاجیک
برای ملت مبارزه برده هستم. تاجیک در هر کجایی که میبینم هدفم کمک کردن یک مظلوم تاجیک تا اینکه دیگر تحقیر خار نشود در خارج، در وطن خودش باشه. این مسئله معینه بیرون از مسائل دینی. مسئله دیگه که میگوی روسیه، همین روسیه یگان فایده فعلا همین تاجیکای در اونجا کار کرده هستن ندارن. همین که کار کرده هستن بخره نمرن، همین بر بگردن برون، همین رحمان و نمونن که در همونجا کار کنه، همونو در روسیه هم با قدر میشوند، در تاجیکستان هم، در اروپا هم، در امریکا هم. با خدا قسم دولت ازبکستان هم میبینی، دولت ازبکستان هم میبینی 38 میلیون 39 میلیون اهالی، زیر 40 میلیون اهالی هست. در اروپا هم با قدرن، در امریکا هم با قدرن، در ازبکستان هم دومادای میرزیای بیزنس ها را نگرفته است، همه دامساز تاجیک اومده در ازبکستان بیزنس کرده است. تا اروپا اومده سفارت ازبکستان مردم دعوت داره تا اینکه بخیزن برون. همین جا اومد دعوت کرد، چند بیزنسمن میدونم که خیستن رفتن از اروپا بیزنس هاشون گرفتن ازبکستان رفتن سرمایه گذاری کردن. تاجیکستان اگر همین دولت آرام بگذاره همین ملت، تمام همین مردم دنیا میره سرمایه گذاری میکنه تا تجارت کنه، ولی بیزنس در دست یک عائله، دولت در دست یک عائله، تمام نهاد قدرتی دست یک عائله. یگان راه نمانده است، نه برای ملت، نه برای داخلی، نه برای خارجی. آنمین است وقتی که تاجیک از یگان راهی که بخواه که زندگیش در داخل خارج بهتر باشه، اولین کاری که باید کنه همین رحمان فی پلید و کثیف مادر به خطا رفته از قدرت بروه تا اینکه این ملت در داخل در خارج آرام زندگانی کنه. بگذار همین روسیه دپورت کنه همه تاجیک تا اینکه رحمان فا، یعنی که در پیش نظرش چینون داره ازبک بیره قطعی، یعنی که مریم گروسوخته نشان بتین تا اینکه دفعش کنن برود تا ملت دولت شو بگیره، تا اینکه آزاد بمونه ملت کار کنه. برای یه لایک زندان، برای که زیر پیشوا ملت گپ زدی زندان، گپ گفته که بچه من در عسکری نبر نکش، چیکارت میکنن؟ تو زید سیاست پیشوا ملت گپ زدی. آخه زنی پیشوا تشو بودیم که آخه پدنالات بچه ما برده کشته سای، این چیزی دی سیاست پیشوا تای برقم بتی، آخه چیزی دی سیاست پیشوا آزاد ما زندگی کنیم، چیزی دی سیاست ما زدگیم پیشوا تا قطعی اویلاش او الله لعنتت کنه قطعی سیاست گرفتگی تو خی سیاست تا تغییر که یک گردن بالون گازی پلید کثیف مادر به خطا رفته تو اینکه ملت در داخل خارج خور نشوه. ما نه دین گفتیم نه یگان چیز، آزادی اقتصادی. همین ملت اگر آزاد بمانه اقتصادش خوب باشه کو من گپ زدن مردم خودش میگن بس که ما تر کار نداریم، همین رحمان رو ما را اقتصاد منسازه، برق داریم، کار داریم، پرابلم نداریم. تو چی پرابلم کرده سه برای همین دولتی مو؟ همین مردم خودش من خپم میکنونن، نه که تو نه اقتصاد مردم مونده، نه سیاست درست داری، نه سیاست داخلی درسته، نه سیاست خارجی درسته. در تا کش دیا پاپکا لوبا جمعه رو پیشوای ملت امروز یک ممورند امنیتی امضا کرد، یک محمد اقبال صدادی نام کشور سفر کنه با خپان تاجیکستان اقتصادی کنه. یه زن تشوبتیم پدنالات گردن بالون گازی. همین برای من میره 24 ساعت ممورند امنیتی امضا میگردی. چی فایده داره این ممورندوم امنیتی امضا میکرده که ازبکستان میاد در میرزیوف در گرمانیا چند میلیارد امضا میکنه، دولت های اروپایی میروند در ازبکستان چندین میلیارد شرطنامه تجارتی امضا میکنن. او تو کارت فقط ممورندوم امنیتی امضا کردنه. چی در کار اینا من کشتی بعد مردم تنج میشون، یا اینا چند مخالف قپیدی بردی بعد تنج میشون، بعد با آزاده 6 تا سیاه‌پوست دیگر هم میگیرد تو اینجا با عزیز ما بازن رستم هم میبریم تنج زندگی میکنی. او چی فایده داره همی که ممورندوم های شرطنامه امنیتی امضا کردن؟ هیچ طرف فلانت میکنه آخه پدنالات. ما یگان چیز نگفتیم، ما گفتیم ما را آزاد کردن در کار این ملت تا اینکه رحمان از بین نبره زندگی آرام نخواهد داشت. همین مقصدی ما، برنامه ما همین مقصدش. مردم با بیداری حکومت و باید فهمیش سیاسی، فهمیش دینی، فهمیش اقتصادی همه شد دولت مثل بجا چی کندوری مثلا اگر این مردم خودش برطرف میکند نه جناب عالی میتوند این چیز اداره کردن، نه 4 تا مثلا مذهبداری کلانی کشیده دزدی کردن. مردم باید بخبر باشد که درآمد و برآمد از صادرات و از واردات از همه چیز بسیار باید بخبر باشد. حتما
اما جناب عالی برای چیزی مثلا نمیخواد. من نمیدونم که شخصی من که ملتی بیوانم. آخی ما نه مناسبتی بد به روسیه میخواهیم، ما نه مناسبتی بد به خیتای میخواهیم. خیتای همو همسایه ما، طالبش همو همسایه ما، روسیهش همو، یعنی که کشوری که بود قطعی ما یگان مخالفت ما نه به سیاستی روسیه داریم اگر دولت در دستی ملت باشه، نه به ازبکستان. بهترین مناسبت یگان نمود خیل پرابلم با یگان همسایه با قرغز پرابلم نداریم. ما قرغزا همسایمون، ازبکا همسایمون، خیتای همون همسایمون، طالبا همون همسایمون. درهای کشاده کدام میا کار میکنه. ما یگان پرابلم باید به یگان کس نداشته باشیم. این رحمانوف که یکش دوست میگیره یکش دشمن میگیره، یکش نه سیاست لعنتی، یگانه سیاست قتل کشتار میفهمه لعنتی. تمام. تحمیش سیاسی ندارم که برای من ندارم، تحمیش سیاسی ندارم. بسیار بدبخترین از همه پرابلم اساسی ما میفهمیش سیاسی و سیاست ندارم و ندارم. برای بسیار رفته در بسیار در دیگر جامعه تو گپ میزنن، گپ درست درست نمیبونه. دو واژه به هم دیگر پیوست کرده نمیتونم. والله که سلامت باشید. سلامت باشید. همه ساده. همه ساده. سلامت باشید. سلامت باشید. بارک الله. سلامت باشید. واقعا درست است. ما کی یگان مشکلی که اساسی کاری که ما میخواهیم های ملتم، ما همین مردم اگر ببینن که رحمانوف بخش 24 ساعت داده است، بچه‌ش ابله بازوری نبرده است، قانون مونده است که تو 50,000 سومون بسپر از خدمت عسکری خلاص. 50,000 هم مرده میوه میتیه خدمت عسکری خلاص. ولی رحمانوف در 10 سال 50,000 نه 500,000 سومونی همون شهروند میگیره. یک سال 2 بار پول میکنه میگیره. یعنی نگاه کنی عفو قانون میگه ازاح ملیساش میبره مخصوص رحمانوف گویا عفوش داره پول کنده است از 50,000 100,000 100,000 50,000 200,000 150,000. وظیفش همین. تمام کار و وظیفه رحمانوف انا همیه دیگه، یگان گپی دیگه نیست. و ما بدونیم که ملیساش ظلم نداره، امنیتش تهمت نداره. ما بدونیم که دولت یعنی که کاری که مردم میخواهند به منفعت مردم کار میکنن، راه مردم روز کنه. یعنی که دختر مردم تاجر روز کنه، مکتب تاجر مردم روز کنه، یعنی بنگای تیبی مردم روز کنه. در قبادیان ازبکستان براوه مکتب یعنی که دختر روز کنه، در فلان جاش براوه فلان جای دیگه، یعنی که راهی پاییز شده سن مابین منطقه های ولایت سوخت 170 کیلومتر با سرمایه گذاری خارجی. تمام کار دولت های خارجی قرض در سر ما. تو چیکار کنی باید یک انداز گرفته سای. تمامی درآمد دولت در دست فراز، یعنی که اویله یعنی رحمانوف توسط فراز چیکار کرده است؟ انداز جمع کرده است. یعنی که هم انداز اویله فرازای در یعنی که اینو چیزی که در ماشین کو میبرانش ای پروا سر کردگی تو تختالون تو تمامی کار دولت در دست فراز. تا حتی را یک تاجر میخواد که سلیتر با خوجند بیاره باید با شرکتی فراز شرطنامه کنی و شرطنامه خط با همون دولت کشور خارجی تو باید با فراز ابتی، فراز او را زکات کنه اولی جا بیا بعد تا ای فراز بخری بفروشی خود. و این چی تجارته؟ او چمچو همه مناپولیا کرده. برای چی آخی؟ تجارت افغانستان مخصوصی حسن شکنبه، مخصوصی یعنی که رحمت الله و مخصوصی نمیدونم حاجی فلانیش، مخصوصی زایر، مخصوصی فلانی، مخصوصی محیب. او دیگه دولت همه طرفش زده ضبط کرده گرفته. شرکت های کارگو مخصوصی فراز، شرکت های گوشت وارد میکردگی مخصوصی قدای یعنی که شریف بیک دولت بیک، شرکت هایی که شکر وارد میکنن مخصوص همیتا، شرکتی که روغن وارد میکنن مخصوص اویلا. و این همه دولت مناپولیا کرده شما. او با کدام عقل قطعی یک دولت یا اویلایی که خیلی ایقایی که تو 7 دختر داری، هر یک دختر چند هزار شوهری داره، دیگه مردم زندگی نکنه که آزاده یا شو پیشی یتش میره و یا شو دیگه پیش یتش تخمینش پیش یتش، ولی یا شوهر رسمی دروغ را داره پتنگلات خب که من نامم تو شوهر می که من کشکار فرام میکنم و ما دیگه زندگی نکنیم که تخمینه چند هزار شوهر داره و آزاده چند هزار شوهر داره یا اینکه فیروزه چند هزار شوهر داره. خب ما زندگی نکنیم دیگه.
می تو که وقتی که دولت اداره کرده بتونه که بقپی جلوی همو دخترا را قطعی جهمندو این مردمی خانو روزی نمیشه من ایت مقصود رحمان و ایچواشفسکی بعدت میکنن اولی بشار اسد میگن نه بشار اسد گفتی گپولی نقپیدن نه که تر ایچواشفسکی قطعی عزیزمو بعد تو میکنن فراموش نکه ظلمای من انجام دادگی رحمان در قضیه سیاوشی که از نورآباد هست یعنی که معلومات زیاد بچه‌های نورآباد احتیاط کنه از صفحه چشمه سمسولیق یعنی که کوراتور امنیت یعنی سیاوش دیگه فهمیدی خودتون بچه‌ها را میبره پدراشونا میگه که زنگ بزن بچه‌تا ای امنیت زنگ میزنه که بچه‌ش هم میبینه که بیچاره میبینه که پدرش زنگ زده است تلفن هم برداره که پدر من میگه در امنیت شتگی در پیش سیاوش میگه دیدی بچه‌ت پل ریش داره انا که وقتی که بچه‌ت ریش داره تو باید که پدرنالات بچه‌ت بگی بیا که او در آسیا ریش داره برای همین تو باید که 10,000 من ابتی اگر نباشه بچه‌ت استاتیای فلانی میزنه میگیره میرم زندانیش میکنم نگاه کنی گپا ببینی زنگ میاره یعنی که همین قدر ظلم میکرده است مردم نورآباد که تو باز گفتن برادر گرامی کوشش کنه معلومات بیشتر از سیاوش لعنتی روان کنه هر چیزی که میبینه در ناحیه خواهش میکنم معلومات بیشتر برای همین سیاوش لعنتی روان کنه یعنی که پره باید ما در این مورد همون امنیتیایی که قطعی ملیسایی که مردم یعنی که ظلم کرده هستن این سیاوش نورآبادی که در نورآباد در صفحه چشمه سمسولیق مردم از ظلم کرده است فقط خدا حقارت میکنه فقط مسجد با آدمایی که نماز میروند میستن نگاه میکنه پرابلمشون کرده است ملا را فریاد میکنه انا این ملا را فلان کردم انا این ملا را ایتاری کردم انا این شیطانی کردم و همون خاطر سیاوش لعنتی را باید که مردم پره معلوماتش بیشتر روان کنه خدا خواه نوارا سر میشوند در یوتیوب همه این کاری که انجام میشود یعنی که کار رفتن که تاجیک‌آباد دیگراش مردگیان دیگه گپ نمیزنه ما غرمه یگان معلومات میوید این تاجیک‌آباد حایت جرگتول تلخ کفن در تاجیک‌آباد در جرگتول با زنک ملیسای همو یعنی که میبخشه که دیگه کودکان اما اولاد مردک هم میگرفته در درون بقرشکه میمونده است با دمش میکست و عذابش میداد است گیر جمع میکست بعد با کیف میکست این نگاه که من بچه‌ها را نتری عذاب میتین در جرگتول یکی خواب پنج جرگتول تلخ کفن و این تلخ کف نشه بنویسه پولنی چیزایی که هستن ما معلومات را داریم این قدر ظلمی که بسرش مشته است خب نکنه یعنی اینا این ظلم جوابگاری دارن اگه مردمی یعنی که تاجیک‌آباد بخش خپن تجاوزشو دارن ظلمشون دارن یعنی که دوملا حکمت‌الله خدا رحمتی را بچه‌هاش چیکار کردن چیکارشون کرده ایسن با خانواده‌اش چی گپ شید شاگرداش با کدوم وضعیت آوردن همه خپه اگه دیگه توی قدر که وقتی که ظلم تو کن دیگه های که خداوند در قپی همو سپاری دستون تمام دیگه بر یکم تا دیگه بله مبارز بله مبارز صداد نیست من نمیدونم مبارز خوب واقعا هم این مسئله بازی نیستند پس دقت کنید همین مسئله یعنی که امنیتیایی که ظلمتون میکنن ششم عدالایی که ظلمتون میکنن شما بنویسید و با سیاوش است که گویا که من قطعی محمد اقبال گپ زدم و او رقمای تلفن روسیا لعنتی توی سگ قطعی تو گپ زدن زپدلا محمد اقبال خریده و فروخته نمیشود ما برای باور که سیاوش نگاه که گفتیم بچه‌ها که یگون تا میقپن بچه‌ها یگون تا قپیدن بعد نگاه که این کاری که ظلمی که کرده است مردم با این وضعیتی که آورده قرار داده است تا ایکی پول گرفته است چه خیلی پستاوا کرده است نام به نام برای من رسیده است چه خیلی مردم برده است کابینت چه خیلی پدراشون زنگ زده است بچه‌هاشون تا اینکه بیای رشداریش هم میبینه اول وقتی پدراتون این نورآباد زنگ میزند با ویدیو جواب نتیه برای اینکه پدرت در پرابلم قرار میتی به ویدیو جوابش بگو پدر من در چیم داره ویدیو تگران که بگو من خوابم یا در ونم یا در یک جای هستم چیم بزیبه نمیتونم با ویدیو کپ زده بچه نورآباد دقت بتیه انا همتری پرابلمو کرده سن با گفته سن که ما مردمی یعنی که تگرمی را جرس شبرو وردیم سیاوش گفته است ما مردمی مثلا خندون تجاوز کرده گیم
ما مردمی فلان جا را فلان کار کردگیم گفته سیاوش هم تری گپ زده است. همت خپه تلخ کفه. برای چی؟ برای اینکه یعنی که واقعا تلخ کفه. این مسئله را هیچ وقت باید گفتی گپا نمونه به این شکل. همه وقت دقت بتید تو اینکه کار انجام بشوه. یگان کار اصلاح نمانده است، همه کار انجام شده است. نامه ها رفته است در فیسبوک در سایت اصلاح نت نشر شده است، نوارها ثبت شده است و آماده شده است. ان شاء الله در ماه ایول کاملا پروگرس های جدید خدا خواهم میبینید. یگان نمود خیل یعنی که جایی خفاگردی نداریم، کارمون به همون شکل هست. با همون خاطر هیچ وقت شما فکر نکنید که یعنی که این مسئله هست که ما آرامه ما خپه ما یگان گپ نمیگیم. ای الله. بله دنلا حکمتلو پیر رحمانوف بود، پولنی همش وضعیت تشکو بود بزیب کردگی. رحمانوف خودش کشتش، حتی آدم در جنازه کردگی دنلا حکمتلو. رحمانوف پیر نداره، پیر رحمانوف شیطانه. رحمانوف پیر نداره، پیر رحمانوف شیطانه. هیچ وقت رحمانوف مسلمان نیست که او را یگان مسلمان پیری کنه. همون خاطر هیچ وقت شما یعنی که فکر نکنید که رحمانوف یگان نمود خیل یعنی که ایدایره دین مسلمانی گذاشتگیه. خوب بیننده عزیز گرامی، امیدوارم که انشاءالله برنامه‌مون تقریبا تا همین ساعت ادامه کرد و دیگر آنچه که باید میگفتیم الحمدلله گفتیم و آنچه که باید میشنویدید یعنی که شنویدید و خدا کند که انشاءالله این ملت یعنی که قضیه ها برای ملت و مردم فهمو باشد و واقعیت از غیر واقعیت بفهمد و آنچه که باید مردم بداند دیگر یعنی که وضعیت و حالت یعنی که به شکل خوبش الحمدلله که درک کنند. خوب در نوشتن نامه ها آنچه که دارید کوتاهی نکنید. یک برادر نوشته است من از بخارای ازبکستان کدام موضوع من بنویسم. در هر موضوعی که شما یعنی که میبینید مهم هست در نامه ها از ناحیه ها می رود. اگر یعنی که موضوع مهم باشد و جالب تر باشد میتونیم در نامه مرا علاحده نشر کنید، نشر می شود. مطالب ما در فیسبوک در خود سایت نشر شده است، هیچ مشکلی در خود مطالب نیست. کارهایی که باید بشود مقامات خونده ایستند و مقامات در گذشته هم ویدیو تماشا نمیکردن، همش میخوندن و دیله تنها مقاله میشود، دیله ویدیو نمیشود. من از وقتی که بود یعنی که ویدیو هم نشر میشید میگفتم میگم برای شما را هر یک چیزی که رفته است اینو همش مقامات امنیتی مقامات قدرتی میخوانند، پروکراتور میخواند. کارش فردا در مورد قتل عایشه کریمова بود، اون دختری که از عبدالرحمن جامی کشته شدگی بود توسط بچه خوب دیگر میفهمید. فردا دولتیار این مسئله نشر میشود و انشالله که هیچ چیزی از ما یعنی که به شکلی متوقف نشده است. کارهای ما انجام شده است و هیچ کاری توقف نشده است. امیدوارم که انشاءالله برادرانی که همکاری میتونید کرده همکاریتون ادامه بدید تا اینکه بتونیم کارهای بیشتر خوبتری را انشاءالله انجام بدیم. برادرانی که در امریکا هستید، در روسیه هستید، در اروپا هستید، در نیوزیلند یا در کانادا یعنی که کار خودتون ادامه دادن بگیرید. انشاءالله ما آنچه که میتونیم انجام داده ایم. خوب بیننده عزیز و گرامی، خوب بله بیننده عزیز و گرامی، انشاءالله که برنامه ما تا این دقایق انجام یافت و امیدواریم که الله سبحانه و تعالی ما و شما را به آن چیزی که امکان انجام اون هست خداوند ما و شما را موفق بگرداند تا بتونیم در آینده کارهای بهتر و خوبتر را برای فهماندن این ملت و مردم انشاءالله که انجام بدیم. پس همیشه کوشش کنید تا آن چیزی که در انجام عمل هامون میتواند ما و شما را کمک کند همراه بودن با اصلاح انشاءالله که فراموش نکنید. وظیفه ما و شما یک جای کار کردن است. وظیفه ما و شما کاری که باید انجام بدیم یعنی که در قضیه های عمومی کارمون باید ادامه پیدا کند. باید ما بتونیم
در ادامه کارهامون وظیفه و هدفمون ان شاء الله که انجام بدیم. خوب، در گذاشتن لایکاتون بیننده عزیز گرامی کوتاهی نکنید. در شبکه اصلاح لایف آبونه شوید. آبونه شدن شما ان شاء الله که 220 نفر در اصلاح انگلیش یعنی که لایک خودشون گذاشتن و 65 نفر در اصلاح لایف و این چنین آبونه شدن به اصلاح لایف و به کانال های ما. ان شاء الله که امیدوارم میتونید کاری که باید انجام تیم در یک جایگی ان شاء الله که با هم انجام میتیم. خوب، بیننده عزیز و گرامی، دیگر کسی نمونده است صحبت نکرده. آنچه که تونستیم و آنچه که انجام دادیم امیدواریم شما را آگاه کردیم. خب، چند نامه دیگر هم فعلا رسیده است. امیدوارم ان شاء الله که ما قضیه را میتونیم دیده تا در نامه ها داخلش میکنیم و ان شاء الله امیدواریم که خداوند موفقیت و پیروزی را نصیب و روزی ما بگرداند. و در اخیر دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی پیروزی را برای ما هر چیز زودتر نصیب و روزی بگرداند. الله سبحانه و تعالی ما و شما را به مراد و به مقصود نهایی که آن هدف پیروزی ملت است خداوند نصیب و روزی ما بگرداند و آن چیزی که امکانی انجام دادن کار برای این ملت است باید ما به شکلی باید شاید انجام بدیم کارهامون. دعا میکنیم در آخر که الله سبحانه و تعالی ما ملت و مردم تاجیک به روزگار نیک و خوب هر چیز زودتر برساند و زندانی های بیگناهی در قبضه رحمانوف قرار داشته را هر چیز زودتر از زندانی هولناک و زندانی وحشتناک رحمانوف هر چیز زودتر نجات بتید و خداوند این عائله کثیف و سمیک ملعون مردودی لعنت کرده شده را هر چیز زودتر این دودمان کثیف از سر این ملت دور کند و بدترین سرنوشت خداوند در این دنیا برای این عائله کثیف نصیب و روزی بگرداند تا اینکه دل این ملت از جزای اینها، از سزای اعمال و کردار این عائله کثیف و پلید مادر به خطا رفته و این دودمان کثیف شریف چقر و ازبک بی و لعنت بی و مریم بی و گلسون بی الله سبحانه و تعالی هر چیز تر نجات مبتی و خداوند ما و شما را به روزگار نیک و به آن چیزی که ما و شما در رضای آن خالق یکتامان عمل میکنیم هر چیز تر برسانمان. سبحانك الله و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.